شیعه‌گری و امام زمان، دکتر مسعود انصاری. راوی نسیم. تهیه شده در کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. زایش امام زمان. علامه ملا محمد باقر مجلسی می نویسد: در تألیفات علمای شیعه روایتی دیدم که با سند معتبر از امام علی نقی و امام حسن عسکری نقل کردند که چون خداوند اراده کند امامی را بیافریند، قطره‌ای از آب بهشت در ابری قرار می‌دهد و آن قطره آب در میوه‌ای از میوه‌های بهشتی می‌چکد و امام آن را می‌خورد و از این میوه نطفه امام بسته می‌شود. داخل پرانتز بدیهی است که در زیرنویس افزوده شده است که شاید منظور از میوه‌های بهشتی میوه پاک و پاکیزه باشد. هنگامی که نطفه در شکم مادر تبدیل به جنین و 40 روز شد، سخن مردم را میشنود و زمانی که 4 ماه شد، بر روی بازویش آیه 115 سوره انعام بدین شرح نوشته می شود: و هنگامی که امام زایش می یابد، به امر خداوند می ایستد و نوری از او به اطراف جهان می تابد و بدان وسیله مردم و اعمال آنها را می بیند و در آن نور است که امر الهی بر او نازل می شود و به هر طرف که رو کند آن نور جلوی چشم اوست. در زمانی که نویسنده این کتاب به اقتباس مطالب بالا سرگرم بود، یادش افتاد که چرا اگر امامها دارای این نیروها هستند، پس علی ابن ابی طالب نتوانست در پرتوی این نور توطئه و تبانی خوارج را بر ضد خود کشف کند و قربانی ضربات شمشیر زهرآلود ابن ملجم مرادی قرار نگیرد. و به همان گونه چرا حسین ابن علی نتوانست در آن نور از کنش و واکنش هایی که در کوفه وجود داشت آگاه شود و مسلم ابن عقیل را برای آگاهی از جریان مذکور به کوفه فرستاد. و مهمتر این که گذشته از علم لدنی او که ویژه امام هاست، چرا در پرتو آن نور نتوانست ببیند یا دست کم آگاهی حاصل کند که فرستاده اش مسلم ابن عقیل را در کوفه اعدام کردند و با آگاهی از این جریان از عزیمت به کوفه خودداری کند و مجبور نشود از دشمنانش بخواهد او را آزاد کنند تا بی سر و صدا به نقطه دیگری برود و جان خود و خانواده اش را در خطر نابودی قرار ندهد. مجلسی ادامه می دهد: در همان کتاب به نقل از حسین ابن حمدان خوانده است که هر زمانی که حکیم خاتون عمه حسن عسکری او را دیدار می نموده، دعا می کرده است خداوند فرزندی به او دهش کند، تا اینکه روزی حسن عسکری به حکیم خاتون می گوید: عمه، آنچه تو پیوسته از خدا برای من آرزو می کردی امشب زایش خواهد یافت. حکیم خاتون پرسش می کند: از چه کسی؟ حسن عسکری پاسخ می دهد: از نرجس، و از عمه‌اش تقاضا می کند آن شب را که 15 شعبان بوده نزد آنها بماند و به جریان زایش نرجس کمک کند. حکیم خاتون نزد نرجس می رود ولی اثری از بارداری در او نمی بیند. آنگاه نزد حسن عسکری بازگشت می کند و جریان را با او در میان می گذارد. حسن عسکری لبخندی می زند و اظهار می دارد: ما امامها مانند افراد عادی مردم در شکمهای مادرانمان قرار نمیگیریم و از راه رحم زایش پیدا نمی کنیم، بلکه در پهلوهای مادران خود جای میگیریم و از ران راست مادرانمان خارج میشویم، زیرا ما نور خداییم و پلیدیها قادر نیستند نور را آلوده سازند. آنگاه می‌افزاید که اثر حمل نرجس در هنگام سپید دم ظاهر می شود. حکیمه میگوید: آن شب تا هنگام سپید دم نرجس را زیر چشم داشتم. او نزد من خوابیده بود و پهلو به پهلو می شد. نزدیک سپید دم ناگهان از جای برخاستم، به سوی او رفتم و وی را به سینه چسبانیدم و نام خدایی را بر او خواندم. حسن عسکری با صدای بلند اظهار داشت: عمه، سوره انا انزلنا را بر او بخوان. از نرجس پرسیدم: حالت چگونه است؟ پاسخ داد: آنچه آقا گفت ظاهر گردید.
هنگامی که سوره انا انزلنا را بر او خواندم، جنین او نیز با من شروع به خواندن کرد. سپس جنین به من سلام نمود. چون صدای او را شنیدم وحشت کردم. اما حسن عسکری اظهار داشت: عمه، از کار خدا شگفتی مکن. هنوز سخن امام پایان نیافته بود که نرجس از نظرم ناپدید گشت. گویی میان من و او پرده‌ای آویخته شد. از این رو فریاد کنان به سوی امام شتافتم. امام گفت: عمه، برگرد که او را در جای خود خواهی دید. هنگامی که بازگشتم مشاهده کردم پرده‌ای که بین من و نرجس ایجاد شده بود برداشته شد و نوری از وی درخشیدن می‌کرد که دیدگانم را خیره نمود. سپس طفلی را مشاهده کردم که مشغول سجده است. آنگاه طفل روی زانو نشست و در حالی که انگشتان خود را بر سوی آسمان گرفته بود اظهار داشت: اشهد ان لا اله الا الله و ان جدی رسول الله و ان ابی امیر المؤمنین. پس از آن تمام امامها را نام برد تا به خودش رسید. سپس گفت: آنچه به من وعده داده بودی مرحمت کن و سرنوشتم را به انجام برسان. قدمهایم را ثابت بدار و به وسیله من زمین را پر از عدل و داد کن. مجلسی در جای دیگر از شیخ صدوق نقل می کند که در آن شب حکیم خاتون نزد نرجس به خواب رفت. هنگامی که از خواب برخاست مشاهده کرد بچه زایش یافته و خدا را سجده می کند. امام حسن عسکری می گوید: عمه جان، فرزندم را نزد من بیاور. هنگامی که حکیم خاتون فرزند را نزد حسن عسکری میبرد، امام دست زیر رانها و پشت بچه میگذارد و پاهای او را به سینه میچسباند و زبان در دهانش میگرداند و دست بر چشم و گوش و بندهای او میکشد و میگوید: فرزندم، با من حرف بزن، و بچه اشهد میخواند. روز 7 ولادت نوزاد، حسن عسکری از عمه‌اش می‌خواهد که بچه را نزد او ببرد. این کار انجام می‌گیرد، ولی هنگامی که عمه جان روپوش از روی نوزاد برمی‌دارد بچه را نمی‌بیند. امام حسن عسکری می‌گوید: عمه جان، او را به کسی سپردم که مادر موسی فرزند خود را به او سپرد. مجلسی در جای دیگر از قول محمد ابن عبدالله مطهری در کمال الدین نقل می‌کند: هنگامی که حکیم خاتون نوزاد را نزد امام حسن عسکری می برد، او به امام سلام می کند. ناگهان چند مرغ در گرد او به پرواز در می آیند. امام حسن عسکری یکی از آن مرغان را فرا می خواند و به وی می گوید: این طفل را ببر نگهداری کن و در هر 40 روز به ما برگردان. مرغ نوزاد را بر می دارد و پرواز می کند و سایر مرغان نیز به دنبال او به پرواز در می آیند. امام حسن عسکری با نگاه نوزاد را بدرقه می کند و می گوید: تو را به خدایی می سپارم که مادر موسی فرزند خود را به او سپرد. نرگس خاتون گریه می کند. امام می گوید: آرام باش که طفل ما جز از پستان تو شیر نمی خورد. حکیمه می گوید: از امام پرسیدم آن مرغ چه بود؟ پاسخ داد: روح القدس بود که از ائمه مراقبت می کند و آنها را پرورش می دهد. پس از 40 روز بچه را نزد برادرزاده ام برگردانیدند. حضرت مرا خواست. چون خدمتش رسیدم دیدم بچه 40 روزه راه می رود. گفتم: این که 2 ساله به نظر می رسد. امام پاسخ داد: فرزندان انبیا و اولیا نشو و نمایشان با افراد عادی تفاوت دارد و کودکان 1 ماهه آنها مانند بچه 1 ساله دیگران هستند. در شکم مادر حرف میزنند و قرآن میخوانند. حکیم خاتون ادامه میدهد: من هر 40 روز طفل را میدیدم تا آنکه چند روز پیش از وفات پدرش او را به شکل مردی دیدم و او را نشناختم. از امام پرسیدم: این کیست که دستور میدهی پیش رویش بنشینم؟ پاسخ داد: پسر نرجس است که جانشین من خواهد شد. مجلسی از قول شهید اول نقل می کند که امام جعفر صادق گفته است: در شبی که قائم آل محمد متولد می شود، هر مولودی متولد شود با ایمان است و اگر در سرزمین شرک متولد گردد، خدا به برکت وجود امام او را به سرزمین ایمان منتقل خواهد کرد. بازنمود نویسنده. این بود چکیده ای از 45 صفحه مطالبی که علامه مجلسی درباره زایش امام زمان قلم فرسایی کرده است.
در زبان انگلیسی شخصی که متون کتب مقدس را با خرده‌گیری مورد ارزشیابی قرار دهد و یا در این کار تخصص داشته باشد، اکسژیت نامیده می شود. حال اگر یک اکسژیت و یا کارشناس انتقادجو بخواهد مطالب کودک مغزانی بالا را مورد ارزشیابی انتقادجویانه قرار دهد، به راستی کارش بسیار آسان و راحت خواهد بود، زیرا افسانه پردازی های مذکور دارای هیچ گونه زیربنای منطقی و خردگرایانه ای نیست. با این وجود چون یاوه سرایی های مذکور که نه متون کتب مقدس است و نه اینکه اصولاً به سبب بیمایگی شایستگی ارزشیابی دارد، از مغز و خامی بزرگ فقهای امام زمانسازی شیعه‌گری تراوش کرده، نیازمند چند بازنمود به شرح زیر است. 1. هرگاه برای چند لحظه از الله مکار، ستمگر، قهار، جبار، انتقامجو، خونریز و البته برخی اوقات بخشنده‌ای که محمد با یک طرز فکر سیاسی برای تازی‌ها ساخته و خواسته است آن را جانشین الله یعنی بزرگ بتخانه کعبه کند بگذاریم، خداوندی که سایر ادیان و مذاهب برای جهان آفرینش فرض کرده و بر ماشین منظم دستگاه هستی کنترل دارد، خدای معقولی است که تمام کارهای او خردگرایانه بوده و هیچگاه عملی برخلاف منطق و طبیعت دستگاه آفرینش از او دیده نشده و نخواهد شد. برای مثال، تاکنون هیچ کس ندیده است که خداوند به آهوی قدرت پرواز دهش کند و یا در حالی که عمر میانه سگ در حدود 17 سال است، خداوند سگی را عمر 50 ساله بدهد. همچنین تاکنون کسی ندیده است که برای مثال از آسمان باران رنگی بر سر افراد بشر فرو بارد یا چشمهای انسانی از پشت بدن او درآید و یا مانند الله شگفت‌زا و قهار محمد در قرآن با مکر و حیله بندگانش را گمراه کند و سپس به جرم و گناه گمراهی آنها را در آتش جهنم بسوزاند. تردید نیست که این اعمال قبیح از خدای واقعی، آن پروردگار آفریده دوست و هدایت کننده‌ای که بر کائنات هستی نظارت دارد سر نخواهد زد. آن وقت در حالی که به قول خود علامه مجلسی از خداوند کار قبیح صادر نمی شود، آیا می توان فرض کرد زنی تا زمان زایمان نشانی از آبستنی نداشته باشد و یا جنین او از رانش خارج شود؟ و آیا می توان فرض کرد مرغانی که از شعور و کیاست خالی هستند مسئولیت پرورش انسانی را که فرض شده است در آینده جهان بشریت را رهبری کند بر عهده داشته باشند؟ یک کودک به رشد نرسیده ممکن است فکر کند که خداوند با قدرت لایتناهیش می تواند دنیا را در درون پوسته تخم مرغی جای دهد، ولی اگر خداوند به راستی دارای چنین قدرتی هم باشد، آیا انتظار انجام چنین امری از او منطقی است؟ و اگر ما خرد خود را از پوسته مشتی افسانه سرایی‌های مذهبی آزاد کنیم، آیا در تمام درازای تاریخ از خداوند و دستگاه آفرینش او کوچکترین نشانه‌ای برخلاف عقل و منطق و قواعد و قوانین ثابت و معین دیده شده است؟ اگر کسی بگوید قدرت خداوند امکان هر تصوری را میتواند عملی سازد و از قدرت خداوند همه چیز برمیآید، همین گفته دلیل ناآگاهی و نادانی او خواهد بود. زیرا تمام کارهای خداوند بر پایه قاعده و نظم ویژه و ثابتی انجام میگیرد که در الهیات موضوع تئوری یونیفرمترنیزم را تشکیل میدهد. در سال 1951 آلبرت انیشتین تئوری نسبیت را که یکی از بزرگترین کشفیات تاریخ علم بوده و پایه و اساس کاربرد نیروی اتمی را به وجود آورد کشف کرد. خبرنگار ساده‌لوحی که با تئوری‌های انیشتین آشنایی نداشت و نمی‌دانست که اصول و قواعد علمی و جریان گردش دستگاه جهان هستی دارای نظم و ترتیب ویژه‌ای هستند، در این باره از انیشتین پرسش نمود. انیشتین به وی پاسخ داد: هیچگاه نمیتوان تصور کرد که خداوند با دستگاه جهان هستی به بازی نرد بپردازد. اما از آنجایی که فقها و علمای توهیمغز شیعه‌گری از پاسخ به یاوه‌هایی که در افسانه سرایی‌های خود تخیل کرده‌اند باز می‌مانند، به سادگی می‌گویند از قدرت خدا هر چه بگویی برمی‌آید.
زمانی که نویسنده این کتاب شاهد برگزاری مراسم حج در عربستان سعودی بودم، شبی با روحانی کاروانی که در آن به سر می بردم به بحث نشستم و از او پرسش کردم: هنگامی که مهدی قائم امام زمان ظهور می کند با این همه تسهیلات سنگین و بمب‌های اتمی و هیدروژنی چه می کند؟ و چگونه قادر خواهد بود با وجود چنین سلاح‌هایی دنیا را فتح کند؟ آخوند مورد پرسش با بلاهت همراه با مکری که از چهره هر ملایی مشاهده می شود پاسخ داد: امام زمان با قدرت معجزه‌ای که خداوند به او داده با یک حرکت دست تمام این تسلیحات را به چوب تبدیل می کند. با لبخندی که از توان کنترلم خارج بود اظهار داشتم: آیا شما این پاسخ را به عنوان انجام وظیفه مذهبی و حرفه‌ای خود و برای اینکه پرسش مرا بدون پاسخ نگذارید می دهید و یا اینکه این پاسخ از عقل و درایت شما ناشی می شود؟ در حالی که پرسش دومم سبب گره خوردن رگ‌های چهره‌اش شده بود اظهار داشت: آنچه هم مذهب و هم عقل من میگوید آن است که از قدرت خدا هرچه بگوییم ساخته است. من تئوری یونیفورمیترنزم را آنچنان که در خور ذهنیت او بود برایش بازشکافی کردم و توضیح دادم که در تمام درازای تاریخ جهان هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که خداوند هیچگاه کاری خلاف نظم و قاعده انجام داده باشد. بنابراین در زندگی واقعی و عملی توسل به یک دلیل متافیزیکی معجزه‌گر و دگرگون کردن شکل زندگی ما به گونه‌ای که در تمام درازای تاریخ تجربه کرده ایم دور از مباحث خردمندشانه می باشد. در حالی که شور و هیجان منفی و غیرقابل کنترلی که از خشم کوفته شده اش نیرو می گرفت مبانی اندیشگری راستین و خردگرایی او را در خود حل کرده بود، باز همان فرمول جزمی سابق را تکرار کرد و باز از اراده و قدرت خدا سخن گفت. به راستی یا مغز این افراد در نادانی مطلق شرطی شده و یا اینکه با فهم نسبی خود واقعیات را درک نمی کنند ولی به منظور حفظ منافع فردی خویش خود را ناچار به پوشیدن لباس فریبکاری و ستمدینی می بینند. یکی از نویسندگان شهیر به نام برتولت برشت گفته ای دارد که روشنگر این بحث خواهد بود. وی می گوید: کسی که از حقیقت آگاهی ندارد نادان و آن که از حقیقت آگاه است ولی دانایی خود را انکار می کند مجرم و جانی است. بنابراین گفته آن گروه از آخوندهایی که از ماهیت پوچ و بیپایه و یاوه هایی که به مردم می فروشند آگاه هستند و با آگاهی از سرشت عمل خود به این کار دست می زنند به راستی جنایتکار هستند. و آن دسته از آخوندهایی که از حقایق ناآگاه بوده و از راه نادانی و خرافات زدگی به این کار دست میزنند نادان هستند. حال باید پذیرش کرد آنهایی که از نادان دنبال روی می کنند از اون نادانتر و افرادی که با آگاهی خود را قربانی ستمکاری جرم پیشگان می کنند نیاز به درمان روانی دارند. شوربختانه اثر خسرانی که از ستمکاری دیگران بر انسان وارد می آید علت و سبب نمی شناسد و فرنود ستمکاری هر چه باشد اثر آن یکسان است. به عبارت دیگر چه ملا از روی نادانی و چه آگاهی دست به ستمدینی بزند اثر ضربه‌ای که با قربانیان عمل وارد می شود یکسان است. ملت برومند ایران که زمانی پرچمدار فرهیختگی دنیا بود زیر افسونهای واپسگرای ملایان امروزه همه افتخارات فرهنگی و جهانی خود را از دست داده و به جای اینکه نیروهای سازنده خود را در راه پیشرفت‌های فرهنگی، اجتماعی و ملی خود به کار گیرد، آن را در راه اراجیفی از قبیل امام زمان از ران مادرزایش می‌یابد. بل و غایت او از مشک و عنبر خوشبوتر است. انسان هنگام ورود به آبشتنگاه باید نخست پای چپ و هنگام خروج باید ابتدا پای راست را پیش بگذارد. وقتی در دوبر زن حائض کفاره ندارد و مانند آنها تلف می کند و بدیهی است تا ملت ایران این یاوه های خرافی را از فرهنگ خود نزداید و از خواب افسونگرانه ای که منجکبازان مذهبی بر او مستولی کرده اند بیدار نشود راه نجاتی برای او نخواهد بود. 2.
نکته دیگر راجع به پیشگویی امام جعفر صادق درباره زایش امام زمان و ظهور اوست. جعفر صادق نه تنها غیب‌گویی‌های زیادی درباره قائم آل محمد و ظهور او نموده، بلکه به طوری که در گفتار پیشین دیدیم گفته است امام‌ها به کلیه دانش‌های روی زمین آگاهی دارند و از رویدادهای آن از پیش با خبر هستند. گذشته از آن مجلسی 60 صفحه از کتاب مهدی موعود خود را از صفحه 333 تا صفحه 394 به پیشگویی‌ها و غیب‌گویی‌های امام‌ها از علی بن ابی طالب گرفته تا حسن عسکری ویژگی داده است. اگر هزاران فرنودی را که در رد افسانه امام زمان وجود دارد کنار بگذاریم، تنها همین نکته کافی است که به آسانی و سادگی روی آن همه افسانه سرایی‌های بی‌پایه درباره وجود مهدی قائم خط بطلان بکشد. زیرا در قرآن 2 آیه وجود دارد که الله آشکارا به محمد میگوید به بندگان من بگو که تو به هیچ وجه از غیب آگاهی نداری و تنها اموری به شکل وحی بر تو نازل می شود. ترجمه متن این 2 آیه مذکور به شرح زیر است. آیه 188 سوره اعراف: بگو به جز آنچه خدا بر من خواسته من اختیاری در نفع و ضرر خود ندارم و اگر من از غیب آگاهی داشتم منافع خود را چند برابر می کردم و زیانهای خود را نابود می ساختم. ولی به من تنها وحی می شود و برای گروه مؤمنان بشارت آورنده هستم. آیه 30 سوره محمد: اگر ما می‌خواستیم آنها را به تو می‌شناساندیم و تو آنها را به وسیله سیمای ظاهرشان می‌شناختی، ولی تو آنها را به وسیله آهنگ سخنانشان خواهی شناخت و خدا به آنچه شما می‌کنید آگاه است. بگونه‌ای که ملاحظه می‌شود مفهوم این 2 آیه آشکارا به محمد ابن عبدالله دستور می‌دهد به مردم بگوید او از غیب آگاهی ندارد. آن وقت آیا این درست است که خود محمد ابن عبدالله، یعنی به اصطلاح پیامبری که به وسیله جبرئیل فرشته با خدای کون و مکان رابطه و گفتگو داشته و حتی در شب افسانه‌ای معراج با خداوند در آسمان 7 دیدار کرده است، از غیب آگاهی نداشته باشد، ولی 11 امام شیعه‌گری از رویدادهای 1000 سال آینده باخبر بوده و توان پیشگویی و غیبگویی درباره آنها را داشته باشند؟ چقدر به راستی جالب است که محمد ابن عبدالله، مخترع با فراست و سازنده چیر دست دین اسلام، خود آشکارا گفته است از غیب آگاهی ندارد، ولی امام علی نقی درباره وجود ملیکه نوه قیصر روم غیبدانی کرده، با دانش غیبی خود او را خوابنما و شیفته و عاشق پسرش حسن عسکری نموده و دنباله افسانه به شرحی که آمد شکل گرفته است. 3. مجلسی از قول شیخ صدوق در کمال الدین نوشته است علی ابن حسین از محمد ابن حسن کرخی روایت کرده است که ابو هارون گفته است من امام زمان را دیدم. رویش مانند ماه شب 14 می درخشید و خط مویی از روی ناف مبارکش می گذشت. لباس او را کنار زدم، دیدم آلتش ختنه شده است. از امام حسن عسکری جریان را پرسش کردم، پاسخ داد او ختنه شده زایش یافته و ما ائمه همه ختنه شده متولد می شویم، ولی با این وجود بر روی آلت تیغ می کشیم. نویسنده این کتاب پس از خواندن روایت مذکور 2 پرسش در مغز ناتوانش به وجود آمد و آرزو کرد کاش آستانه امام حسن عسکری را درک می کرد تا پرسش‌های خود را با حضرتش در میان می گذاشت. پرسش نخست آن است که در حالی که در گفتار بالا دیدیم که امام به حکیم خاتون فرموده اند کودکان 1 ماهه آنها مانند بچه 1 ساله دیگران در شکم مادر حرف میزنند و قرآن میخوانند، آیا در زمانی که ابو هارون لباس امام زمان را کنار زده امام در چه سن و سالی بوده اند؟ زیرا چون ابو هارون میگوید لباس امام زمان را کنار زده است، قاعدتاً سن امام باید از کودکی که در قنداق نگهداری می شود تجاوز کرده باشد و اگر حضرت قائم در آن زمان در قنداق نبوده اند، با توجه به اینکه به گفته امام حسن عسکری فرزندان امامها در 1 ماهگی مانند 1 سالگی کودکان عادی رشد دارند، از این رو امام قائم باید در آن زمان کودکی رشد کرده به نظر برسند و اگر اینطور بوده باشد دست کم 2 اشکال شرعی در ذهن هر مؤمنی که از این جریان آگاه شود تجلی می کند.
یکی آنکه چرا امام زمان که حتی در شکم مادر قادر به حرف زدن و خواندن قرآن بودند خود از این کار جلوگیری نفرموده و حاضر شدند نقطه حساس بدنشان که همیشه باید از دیگران پوشیده بماند در معرض دید هرزه یک بیگانه قرار بگیرد. دیگر اینکه چرا امام حسن عسکری اجازه فرمودند ناموس نجات دهنده عالم دستخوش تجاوز نظری قرار بگیرد. و اما اگر نویسنده این کتاب پایش به آستان قدس امام حسن عسکری می رسید، پرسش دومش این بود که در حالی که الله خود زحمت ختنه کردن امام قائم را در زمانی که آن حضرت در پهلوی مادرشان نرجس قرار داشته اند بر عهده گرفته و آن حضرت ختنه شده از ران مادر زایش یافته اند، چرا امام حسن عسکری به آلت حضرت قائم تیغ کشیده و هم زحمت الله را در ختنه کردن ایشان باطل کرده و همین که بدون تردید اسباب درد و آزار امام قائم نجات دهنده عالم بشریت را فراهم کردند. 4. نکته دیگری که درباره این همه افسانه پردازی هایی که فروش آنها حتی به افراد ساده‌لوح و خوشباور نیز کار امکان پذیری به نظر نمی رسد، آیه 6 سوره سجده قرآن می باشد. این آیه می گوید به آنها داخل پرانتز مشرکین بگو که من هم مثل شما بشر هستم، با این تفاوت که از طرف خداوند به من وحی می شود به شما بگویم که خدا یکی است، پس همه به طور مستقیم به راه او بروید و آمرزش طلبید و وای بر مشرکین. حال چگونه است که محمد که خود را پیامبر خدا اعلام داشته و امام بازی دنبالی کمدی درامی است که او به نام پایان پیامبران بازی کرده خود را بشر و از گونه سایر افراد بشر به شمار آورده، ولی شیادهای کمدی درام او نور خدا هستند. این به راستی چه حکمتی است که محمد خود مانند سایر افراد بشر مدت 9 ماه در شکم مادرش آمنه ماند و سپس از شکم مادر زاییده شد، ولی امام‌ها از جمله امام قائم در پهلوی مادر قرار می‌گیرند و از ران او زایش می‌یابند. با توجه به آنچه که در این بحث گذشت، به عقیده این نویسنده آن گروه از هممیهنان ساده ما که قربانی ترفندهای آخوندها و ملایان شده و شبهای 15 شعبان هر سال آن همه پول و انرژی برای گرامی داشته سالروز زایش قائم تباه می سازند، به جای برپا داشتن جشن سالروز قهرمان افسانه‌ای یک داستان 1001 شب عربی، به راستی باید سالروز خرد باختگی و فریب خوردگی خود را جشن بگیرند. فصل 7. سرگذشت راستین امام حسن عسکری. خطر مهم مذهب هنگامی آغاز می شود که مورد احترام مردم قرار بگیرد. جان دیوئی. حسن عسکری امام 11 شیعیان در سال 845 زایش یافت و در سال 874 درگذشت. امام حسن عسکری پس از درگذشت امام علی نقی به امامت نشست و مدت 6 سال امامت کرد. چون خلیفه المعتمد علی الله عباسی خلیفه همزمان او جریان زندگی و فعالیت‌هایش را به شدت زیر نظر گرفته و او را به وسیله جاسوسان خود محاصره کرده بود، حسن عسکری از تماس آزاد با پیروانش محروم بود، هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشت و در تقیه کامل به سر می‌برد. در سال 874 امام حسن عسکری بیمار شد و به بستر بیماری افتاد. هنگامی که معتمد خلیفه عباسی از بیماری حسن عسکری آگاهی حاصل کرد، بیدرنگ 5 نفر از خدمتکاران خود را که یکی از آنها خدمتکار ویژه‌اش بود به منزل حسن عسکری فرستاد و به آنها دستور داد وی را به طور دقیق زیر نظر داشته باشند. آنگاه معتمد، پزشکان و حسن ابن ابی شوارب قاضی القضات را به همراه 10 نفر از معتمدان خود را به منزل حسن عسکری فرستاد تا از نزدیک او را زیر نظر داشته باشند. بیماری حسن عسکری روز به روز شدیدتر شد و سرانجام در روز 8 ربیع الاول 260 هجری برابر با اول ژانویه 874 میلادی درگذشت. پس از درگذشت حسن عسکری، خلیفه به برادرش ابو عیسی بن متوکل دستور داد بر جنازه حسن عسکری نماز بگذارد.
چون جنازه برای نمازگزاری آماده شد، ابو عیسی بن متوکل پوشش جسد حسن عسکری را کنار زد و او را به علویان و عباسیان بنی هاشم و سایر حضار نشان داد و گفت: این حسن ابن علی ابن محمد ابن رضاست که به مرگ طبیعی در بستر خود مرده است. و گروهی از خدمتگزاران خلیفه و بزرگان در زمان مرگ بر بالینش حاضر بودند. سپس دوباره روی جسد را پوشانید و پس از برگزاری مراسم نماز او را در سامره در خانه‌ای که پدرش دفن شده بود به خاک سپردند. انگیزه پافشاری ابو عیسی بن متوکل برادر خلیفه برای اثبات اینکه امام حسن عسکری به مرگ طبیعی درگذشته آن بود که شیعیان پس از مرگ هر امامی به منظور بدنام کردن خلیفه و پیشبرد هدفهای سیاسی خود شایع می‌کردند که خلیفه امام را مسموم کرده و یا اینکه می‌گفتند امام غیبت کرده و دوباره ظهور خواهد کرد. چنان که با وجود کوشش‌های ابو عیسی بن متوکل برای اثبات اینکه امام حسن عسکری به مرگ طبیعی درگذشته است و نشان دادن جسد او به خویشاوندان وی، باز هم ملا محمد باقر مجلسی ادعا کرده است که خلیفه معتمد او را مسموم نموده است. پس از خاکسپاری حسن عسکری، خلیفه معتمد هیئتی را برای بازرسی دارایی و بازماندگان او به خانه‌اش روانه داشت. این هیئت همه دارایی‌های حسن عسکری را مهر و موم کردند و آنگاه تلاش کردند ببینند آیا فرزندی از او باقی مانده است یا نه. هیئت یاد شده این وظیفه را تا آنجا پیش بردند که تمام زنان و کنیزان حسن عسکری را از نظر بارداری مورد معاینه قرار دادند. بنا به نوشته شیخ صدوق، پس از آن جعفر برادر حسن عسکری به دربار خلیفه معتمد عباسی رفت و به او گزارش داد با وجود تحقیقات دامنه‌داری که هیئت اعزامی او انجام داده و به این نتیجه رسیدند که از امام حسن عسکری هیچ فرزندی باقی نمانده، پیروان او هنوز عقیده دارند که حسن عسکری فرزندی از خود باقی گذاشته است. معتمد خلیفه عباسی بیدرنگ گروهی از سربازان خود را همراه جعفر به خانه حسن عسکری فرستاد تا خانه او و همسایگانش را مورد بازرسی قرار داده و ببینند آیا از او فرزندی باقی مانده است یا نه. گروه مذکور هنگام بازرسی به کنیزی به نام صیقل از نظر بارداری مشکوک شدند و او را دستگیر کردند. معتمد خلیفه عباسی مدت 2 سال صیقل را زیر نظر خدمتکار ویژه خود، همسران و کنیزان خود و زنان ابن ابی شوارب قاضی القضات در حرم خود زندانی کرد. پس از مدت 2 سال، هنگامی که برای همه روشن شد که امام حسن عسکری هیچ فرزندی از خود باقی نگذاشته، صیقل آزاد شد. پس از آزادی صیقل، جعفر برادر حسن عسکری ادعای میراث کرد و از این جهت بین جعفر و مادرش حدیث بر سر میراث حسن عسکری که او را ام الحسن نیز گفته‌اند نزاع در گرفت. حدیث اعلام داشت که امام حسن عسکری او را تنها وارث خود دانسته و بنا به اصول و احکام فقه شیعه جعفر هیچ حقی بر ارث برادر ندارد. اختلاف بین جعفر و مادرش حدیث بر سر ارث حسن عسکری به دادرسی گذاشته شد و اگرچه قاضی به نفع حدیث رأی داد، سرانجام میراث حسن عسکری بین جعفر و حدیث نصف شد. نکته‌ای که در اینجا نباید از نظر دور بیفتد، دعوایی است که بین افراد خانواده یا عصمت امام‌های شیعه‌گری بر سر مال و منال دنیا در گرفته و کارش به دادگاه خلیفه عباسی رسیده است. اگرچه تحقیقات گسترده و ژرف معتمد خلیفه عباسی و اظهارات و فرنودهایی که جعفر ارائه داده ثابت کرد که حسن عسکری از خود فرزندی باقی نگذاشته است، ولی پیروان او که مشاهده کردند اگر جانشینی برای حسن عسکری دست و پا نکنند، منافع مادی و سیاسی آنها در پروا قرار خواهد گرفت، از این رو به جعفر لقب کذاب دادند و تا به امروز او مورد لعن و نفرین شیعیان قرار دارد، در حالی که او از افراد راستگو و درستکار زمان خود بوده است. هنگامی که امام حسن عسکری درگذشت و ثابت شد که از او فرزندی باقی نمانده و میراثش تقسیم شد، گروهی که منطقی و درستمنش بودند اظهار داشتند که امامت شیعه‌گری پایان پذیرفته است. گروه دیگری برادرش جعفر را به امامت پذیرفتند،
اما گروهی که رهبر آنها مرد حیله‌گر و نابکاری بود به نام عثمان اظهار داشتند که امام حسن عسکری دارای فرزندی است که محمد نام دارد و لقب او قائم آل محمد و امام عصر و صاحب الزمان و امام منتظر است. امام قائم در سال 255 هجری یعنی 4 سال پیش از مرگ پدر زایش یافته و بیدرنگ در چاهی در سامره غیبت کرده است و تنها با نایب و یا باب خود در تماس است و برای حفظ جانش خود را به دیگران نشان نخواهد داد. عثمان که خود را نخستین میانجی و نایب امام قائم مینامد ادعا میکرد که با امام تماس دارد و از پیروان شیعه‌گری پول جمع میکرد و میگفت آنها را به امام میدهد. گاهی اوقات نیز با نیرنگ و حیله پیام‌هایی را به وسیله نامه‌ای که توقیع خوانده میشد از سوی امام قائم به مردم میرساند. جالب اینجاست که پیروان شیعه‌گری که مدت 5 سال از این امام پنهان نشانه ای ندیده بودند از عثمان منجک باز پرسش نکردند اگر این بچه 5 ساله است پس چه کسی او را در چاه یا سردابی نگهداری می‌کند؟ وانگهی اگر به راستی او امام است نفس عنوان امامت او ایجاب می‌کند که بین مردم باشد، پس این چه امامی است که در چاه غیبت کرده است؟ ولی به طوری که روانشاد کسروی گفته است در شیعه‌گری دلیل خواستن و یا چیزی را به داوری خرد سپردن از نخست نبوده، اکنون هم نمیتواند وجود داشته باشد. عثمان با شیادی و پشت هماندازی از سال 260 تا 305 هجری قمری یعنی مدت 45 سال به نام اینکه باید سهم امام را به مهدی قائم برساند شیعیان آن زمان را سر و کیسه می‌کرد. پس از مرگ عثمان پسرش محمد ابن عثمان که به وسیله پدر شیادش به خوبی برای جیببری شیعیان تربیت و آماده شده بود وظیفه نیابت امام نیز در جهان را بر عهده گرفت و از سال 305 تا سال 326 هجری قمری از شیعیان پول جمع‌آوری می‌کرد و می‌گفت آنها را در خیک روغن می‌گذارد و برای امام قائم ارسال می‌دارد. پس از محمد ابن عثمان وظیفه نیابت را یک ایرانی به نام حسین ابن روح نوبختی بر عهده گرفت و این شخص نیز برای مدت 3 سال یعنی از سال 326 تا سال 329 هجری قمری به نام امام قائم از مردم کلاهبرداری می‌کرد. پس از مرگ حسین ابن روح نوبختی ایرانی دیگری به نام علی ابن محمد سیمری بر تخت شیادی امام قائم تکیه زد. دوران فرمانروایی 4مین نایب امام زمان کم و بیش کوتاه بود. شیعیانی که برای امام قائم به شیادان مذکور سهم امامی پرداختند از او می‌خواستند که یا امام را به آنها نشان داده و یا به وسیله قانع کننده‌ای وجود وی را به آنها ثابت کند. به نظر می رسد که این فشار روی علی ابن محمد سیمری شدت پیدا کرد و از دیگر سو فرمانروایی مالی سیمری بر جیب‌های مؤمنان شیعه زیاد به درازا نینجامید، زیرا او در سال 329 به بیماری بدون درمانی دچار شد و در بستر مرگ اظهار داشت که او به زودی خواهد مرد و بعد از او نیابت خاصه پایان خواهد پذیرفت و غیبت کبرای امام قائم آغاز خواهد شد و تا روز قیامت به درازا خواهد کشید. محمد سیمری در بستر مرگ نامه ای را به مردم نشان داد و ادعا کرد که امام قائم آن نامه را به وی داده است. متن نامه مذکور که در کتاب غیبت و ترجمه آن در کتاب مهدی موعود آمده به شرح زیر است. بسم الله الرحمن الرحیم. ای علی ابن محمد سیمری، خداوند پاداش برادرانت را در مصیبت مرگ تو بزرگ گرداند، زیرا تو تا 6 روز دیگر خواهی مرد. پس به کارهای خود رسیدگی کن و به هیچ کس به عنوان جانشین خود وصیت مکن، زیرا که غیبت کبرا واقع شده است. من آشکار نمی شوم مگر پس از اجازه پروردگار عالم و این بعد از گذشت زمانها و قساوت دلها و پر شدن زمین از ستم خواهد بود. به زودی در میان شیعیان کسانی پیدا می شوند که ادعا می کنند مرا دیدند. آگاه باش که هر کس پیش از خروج صیحه آسمانی ادعا کند که مرا دیده است دروغگوست و افترا می بندد. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. پیش از اینکه دنباله این افسانه ملودراماتیک را ادامه دهیم، شایسته است به این نکته بسیار مهم اشاره کنیم که به نظر می رسد چون قهرمانان و هنرپیشگان افسانه مذکور از یک رهبری مرکزی که عملیات آنها را با یکدیگر هماهنگ کند بی بهره بوده اند، از این رو در سناریو نویسی ها و هنرنمایی های خود با یکدیگر ضد و نقیض گویی کردند.
دلیل این امر آن است که در حالی که متن نامه مذکور که به اصطلاح بازیگران این تئاتر امام قائم به طور مستقیم به نایب خود علی ابن محمد سیمری داده آشکارا میگوید آگاه باش که هر کس پیش از خروج صحیحه آسمانی ادعا کند که مرا دیده است دروغگوست و افترا میبندد. ولی ملا محمد باقر مجلسی بزرگ فقیه فقه اسلامی با شهامت غیر اخلاقی شگفت‌انگیزی باب 23 جلد 13 کتاب بهارالانوار خود را به شرح کسانی که آن حضرت را دیده اند ویژگی داده و شیخ علی دوانی آن را در 103 صفحه به فارسی ترجمه کرده است. بدیهی است به گونه‌ای که در کتاب‌های مربوط آمده در درازای 70 سالی که غیبت صغرا نامیده شده است رقبای شیادی برای نایبان و باب‌های خاصه امام قائم ظهور کردند و برای استفاده از سهم امامی که شیعیان می‌پرداختند خود را میانجی و نایب و باب امام نیست در جهان خواندند و کوشش کردند جایگاه پردرآمد شیادان خاصه را اشغال کنند. ولی نواب چهارگانه که در دغل‌کاری دست چیره‌ای داشتند با نامه‌هایی که از امام نیست در جهان جعل می‌کردند و بی شیعیان نشان می‌دادند نایبان تازه و نوظهور را از قول امام قائم دروغگو می‌خواندند و آنها را از میدان به در می‌کردند. علی ابن محمد سیمری و یارانش در شیادی و پشت هماندازی تا آنجا پیش رفته بودند که حتی شایعه کرده بودند شیعیان مجاز نیستند نام امام غایب را ببرند، زیرا این کار ممکن است جان او را به مخاطره بیاندازد. با این وجود شیعیان در هنگام پرداخت سهم امام به نواب اربعه و به ویژه علی ابن محمد سیمری فشار می آوردند امکانی به وجود آورد تا آنها از وجود امام زمان اطمینان حاصل کنند. سرانجام او در برابر فشار آنها از پای درآمد و اعلام داشت که امام زمان تا زمان ظهور در روز قیامت غیبت کرده و هیچ کس به او دسترسی نخواهد داشت. بدیهی است که اگر شیعیان به شیادان اربعه فشار نیاورده بودند که امام زمان را به آنها بنمایانند شاید نسل آنها به این زودی‌ها قطع نمی‌شد. یکی از علمای برجسته شیعیان به نام محمد حسین آل کاشف در کتاب خود این است آیین ما درباره اثبات امام زمان شرحی دارد که قابل توجه می باشد. این ملای نابغه می نویسد سایر فرقه های اسلامی عقیده به وجود امام زمان را بی اساس می پندارند و در این باره به ما خورده می گیرند. اگر بخواهیم سخنان آنها را با نظر دقیق و دور از تعصب بررسی کنیم تنها دو ایراد آنها شایسته بحث است. اول موضوع طول عمر امام غایب که آنها نمی توانند باور کنند انسانی برخلاف موازین طبیعی بیش از 1000 سال عمر کند. دوم اینکه میگویند وجود امامی که از نظرها پنهان است چه فایده ای میتواند برای جامعه اسلامی در بر داشته باشد. این نابغة الله در اثبات طول عمر امام زمان به شرح شماری احادیث ساختگی و بیپایه و متشابهات قرآنی متوسل می شود و از جمله از قرآن نقل می کند که نوح هم 950 سال در میان قوم خود زندگی کرده و حتی عمر او را به 3000 سال می رساند. بدیهی است که مجلسی نیز در کتاب مهدی موعود ضمن اشاره به 950 سال عمر نوح داستان خنده‌دارتری در اثبات عمر امام زمان ذکر کرده است. وی نوشته است محدثین روایت کردند که دجال که همکنون وجود دارد در عصر پیامبر نیز حیات داشته و تا زمانی که خروج می کند زنده خواهد ماند. روش استدلال ملایان شیعه‌گری در اثبات وجود امام زمان درست مانند انسان کهبلی می باشد که ادعا کند در این دنیا دیو وجود دارد و هنگامی که از او پرسش می کنند چگونه می توانند ادعای خود را ثابت کند پاسخ دهد در کتابی زیر عنوان امیر ارسلان نامدار خوانده است که وی دیو سپیدی را از پای درآورده است. بنابراین چون در کتاب امیر ارسلان نامدار سخن از دیو رفته است وجود دیو در دنیا غیر قابل انکار است. باید توجه داشت که افسانه‌های آدم و حوا، نوح، یعقوب، یوسف و زلیخا و غیره همه از داستان‌هایی است که محمد از کتب مقدس یهودی‌ها اقتباس نموده و چون متون آنها را به خوبی درک نکرده به طور دست و پا شکسته آنها را در قرآن وارد کرده است. آن وقت آیا خرد و منطق اجازه می‌دهد برای اثبات وجود امامی که تنها علت وجودیش پر شدن جیب ملایان و کلاشان مذهبی از سهم امام است افسانه‌های مذهبی عمر نوح، خضر، دجال و غیره مثال آورده شود؟
و اما کاشف الغطا در پاسخ موضوع دوم، یعنی امام غایب برای جامعه اسلامی چه بهره‌ای دارد، می‌نویسد چه مانعی دارد این امر هم ممکن است یکی از افعال الهی باشد که هنوز حل آن برای ما میسر نشده است. به عقیده نویسنده این کتاب شایسته تر می بود این ملای نابغه در فضل نمایی خود در مورد بالا به جای ضمیر ما، ضمیر مفرد من را به کار می برد. زیرا این مغز پوسیده، کهنه پرست و بسته این افراد و یا هنر شیادی و فریبگری آنهاست که از درک واقعیات این دنیا بی نصیب مانده است. کدام خرد حتی غیر کاملی می تواند باور کند که خداوند کسی را مدت هزاران سال در چاهی نگه دارد و بعد از هزاران سال او را از چاه خارج کند و به وسیله او دنیا را پر از داد و نیکی کند و سپس او را به دست زن ریشداری بکشد؟ مگر خدا قدرت ندارد نطفه چنین شخصی را از صلب پدری در رحم مادر قرار دهد و به طور طبیعی به او وجود انسانی بخشد که باید مدت 1400 سال او را در چاهی ذخیره کند؟ گذشته از آن، آیا یک انسان زنده در ته چاه چگونه میتواند امر تغذیه و سایر نیازهای طبیعی خود مانند پوشاک، آب، هوا، بهداشت و محل زیست سالم با درجه هوایی مطلوب و غیره را برآورده سازد؟ به هر جهت، هنگامی که به شرح بالا هنرنمایی شیادان اربعه به بنبست رسید، آنها میدان را خالی کردند و شیعیان بدون امام شدند. فقها، علما و ملایان فرصت را غنیمت شمرده و دکان پرسود نیابت امام را با زرق و برق تازه‌ای نوسازی و زینت کردند. دستاویز آنها در این عمل احادیثی بود که امامها از پیش ذکر کرده بودند و یکی از آنها را روانشاد کسروی بدین شهر در کتاب بخوانند و داوری کنند آورده است. در رویدادهایی که با آنها برخورد می کنید، به آنهایی که گفته های ما را یاد گرفته‌اند مراجعه کنید. آنها حجت ما به شما و ما حجت خدا به آنها هستیم. در حالی که نواب اربعه خود را جانشین ویژه امام نیز در جهان نامیده بودند، علما، فقها و ملایان با این دستاویز به قول خودشان الهی، منطقی و عقلانی وارد میدان شدند و خود را نواب عامه امام قائم نامیدند. دانشمندان روانشناسی عقیده دارند هدف ناخودآگاه هر انسانی در این دنیا کسب قدرت است. به گونه‌ای که می‌دانیم قدرت انواع و اقسام گوناگون دارد، از قبیل قدرت جسمی، قدرت فردی، قدرت اجتماعی، قدرت سیاسی، قدرت نظامی، قدرت مالی، قدرت مذهبی و غیره. ولی در حالی که تمام انواع قدرت‌ها کم و بیش دارای مرزهای محدودی هستند، تنها قدرت مذهبی است که مرز و حدی ندارد. زیرا قدرت مذهبی مغزها را از خرد تهی، نیروی اندیشگری و بینش راستین را از مغزها سلب و آنها را برای پذیرش افسونهای نابخردانه و واپسگرایانه از گونه آنچه که در گفتارهای این کتاب دیده‌ایم آماده می‌سازد. گذشته از آن، هر یک از قدرت‌هایی که ذکر کردیم به جز قدرت مذهبی دارای فروزه درون کنشی است. برای مثال، دارا بودن قدرت اجتماعی لازمه آن نیست که شخصی قدرت مالی نیز داشته باشد، ولی قدرت مذهبی دارای فروزه برون کنشی است. بدین شرح که هر کس قدرت مذهبی داشته باشد، با نفوذ دروغین در چگونگی مغزی، روانی و معتقدات مذهبی دیگران، سایر قدرت‌ها از قبیل سیاسی، فردی، اجتماعی، مالی را نیز به دست خواهد آورد. به همین سبب است که نیکولا ماکیاولی، پرچمدار علوم سیاسی عصر حاضر، گفته است با مذهب به آسانی میتوان ارتش و انضباط به وجود آورد، ولی با ارتش نمیتوان مذهب ایجاد کرد. این اصل طلایی و طلاخیز را ملایان، علما و فقها به خوبی تشخیص داده و این همه داستانهای مبهوت کننده و نابخردانه را برای این ساخته اند که خود را نایب امام زمان به شیعیان جا زده و وجوه سرسام‌آور سهم امام، خمس، زکات، رد مظالم، نمازخوانی و روزه‌گیری شیعیان را به جیب‌های خود سرازیر کنند. در بخش پیش نوشتیم یک گزارش رسمی دولت بریتانیا در سال 1918 حاکی است پولهایی که شیعیان در این سال تنها به سید محمد کاظم طباطبایی یزدی مرجع تقلید شیعیان در نجف پرداختند به اندازه‌ای کلان بود که وی بیش از مبلغ 100,000 پوند آن را در اختیار سازمان‌های خیریه قرار داد.
امروز وظیفه ملایان در زورستانی پولهای شیعیان از زمان نواب اربعه و یا بهتر بگوییم شیادان اربعه به مراتب آسانتر شده است. زیرا در حالی که نواب اربعه پولهای شیعیان را به نام اینکه به مهدی قائم تحویل می‌دهند، از آنها زورستانی می‌کردند و خود پولها را بالا می‌کشیدند. ولی امروز فقها، علما، ملایان، روزخوان‌ها و سایر مفتخوران مذهبی پولهای زحمتکشان و رنجبران شیعه‌گری را به نام نواب عامه امام زمان زورستانی و آنها را به نام مزد و پاداش بیکارگی خود در راه زندگی ارتجاعی و تجملی خود هزینه می‌کنند و به خردربایی از مردم ادامه می‌دهند. آن وقت از برخی از خدمات میهنی و اجتماعی مانند نظام وظیفه نیز معاف بوده و گذشته از آن از درآمد اوقاف نیز بهره میبرند. به راستی تا خردوران از سرمایه بی همتای شرف و نیوند خود نگهداری نکنند، کار و وظیفه خردربایی از آنها چه آسان خواهد بود. فصل 8. علائم ظهور امام مهدی قائم. دانش مانند آتش است. هیچگاه به خودی خود روشن نخواهد شد، ولی زمانی که روشن شد به خودی خود گسترش می‌یابد. نامه جانسون به ویلیام دروموند 13 آگوست 1766. فقها و نویسندگان مشهور شیعه‌گری و به ویژه ملا محمد باقر مجلسی علائم ظهور امام مهدی قائم را بر پایه گفتارهای امامها به تفصیل در نوشته‌های خود شرح داده و ما مطالب این گفتار را از نوشته‌های آنها چکیده‌گری و به شرح زیر به رشته نگارش در می‌آوریم. از خوانندگان ارجمند صمیمانه تقاضا دارد توجه داشته باشند که مطالب این گفتار بدون کم و زیاد از فقها و نویسندگان مذکور اقتباس شده و نویسنده این کتاب در چگونگی رویدادهایی که شرح داده می شود و نیز اصطلاحات و جمله هایی که بی معنی، کودکانه و مسخره به نظر می رسد هیچ گونه دخل و تصرفی به عمل نیاورده است. نویسنده این کتاب به خوبی آگاهی دارد که خوانندگان گفتار زیر برای کدبانان خرد و ادب کار ساده ای نخواهد بود و این همه لافزنی‌های نابخردانه که به شرح زیر خواهد آمد و از اندیشگری‌های رویایی گروهی افراد تهی‌مغز، یاوه‌گو و فریبکار تراوش کرده مغز هر انسان اندیشمندی را خسته و روان او را کوفته خواهد کرد. با این وجود از خوانندگان والا ارج تقاضا دارد با شکیبایی افرادی که رویدادهای افسانه‌هایی مانند حسین کرد شبستری و یا امیر ارسلان نامدار را می‌خوانند مطالب زیر را بررسی کنند تا بتوانیم به نتیجه برسیم. خروج سفیانی. یکی از نشانه‌های ظهور امام زمان خروج سفیانی است. سفیانی از فرزندان ابو سفیان بوده و چهره‌ای بسیار زشت و کریه و پر آبله دارد و کیش او نصرانی است. هدف سفیانی از خروج پیش از ظهور امام قائم آزار و کشتن فرزندان پیامبر و شیعیان آنهاست. مجلسی در کتاب مهدی موعود 10 مرتبه تکرار کرده است که پیش از ظهور امام مهدی خروج سفیانی حتمی است. سفیانی در ماه رجب از بیابان خشکی به نام یابس ظهور می کند و گنج‌های 5گانه شام را به چنگ می آورد و سپس وارد دمشق می شود. سفیانی در دمشق 2 لشکر فراهم می کند، یکی را به شرق و دیگری را به مدینه می فرستد. لشکری را که به مدینه گسیل می دارد، زمانی که وارد بابل که جزء سرزمین لعنت شده بغداد است می شود، بیش از 3000 نفر را به قتل می رساند و بیش از 100 نفر زن را مورد تجاوز قرار می دهد و 300 جوان رشید از بنی عباس را می کشد و سپس مانند سیل به کوفه می ریزد و حوالی آن را ویران می سازد. آنگاه از آنجا به شام می رود. پیروان سفیانی اعلام می دارند که در برابر سر هر نفر از شیعیان علی مبلغ 1000 درهم جایزه می پردازند. از هنگام خروج سفیانی تا زمان نابودی‌اش 15 ماه به درازا می کشد. مدت 6 ماه جنگ می کند و هنگامی که 5 منطقه دمشق، حلب، حمص، فلسطین و اردن را به تصرف درآورد، به مدت حامله بودن 1 زن
یعنی 9 ماه بر آن 5 منطقه حکومت می کند. در این زمان سپاهی سفیانی و پیروانش را دنبال می کند و همه آنها را بدون استثناء به قتل می رساند. مجلسی از قول کراجکی در کنز الفوائد می نویسد: هنگامی که امام قائم ظهور می کند، در مر آگاهی می یابد که حاکمی را که برای مکه تعیین کرده بود کشته شده است. از این رو به مکه باز می گردد و با قاتلان حاکم مقتول دعوا می کند، ولی بیش از آن کاری انجام نمی دهد. سپس مردی از یاران خود را به حکومت آنجا منصوب می کند و آنگاه وارد نجف می شود. مردم مکه دوباره نایب منصور از طرف امام قائم را می کشند. امام قائم یاران خود از طایفه جن را برای مجازات آنها به مکه گسیل می دارد و خود نیز دوباره به آنجا باز می گردد و همه آنها را به خاک هلاک می افکند. پس از آن امام قائم به راه خود ادامه می دهد تا به سرزمین بیضا، بیابانی بین مکه و مدینه می رسد. در آنجا لشکر دوم سفیانی قصد جان امام مهدی را می کند، ولی جبرئیل به فرمان خدا در آنجا حضور می یابد و با پای خود ضربتی به زمین می زند و با آن ضربت همه لشکریان دوم سفیانی به جز 2 نفر از قبیله جهینه در زمین فرو می روند. در این زمان مردی که صورتش به پشت بدن و پشت بدنش به سینه اش برگشته است نزد امام قائم آمده و می گوید: آقا، من بشر هستم. یکی از فرشتگان به من دستور داده که خدمت شما برسم و نابودی لشکر سفیانی را در بیابان به آگاهی شما برسانم. حضرت قائم به این مرد میگوید داستان خود را شرح بده. وی توضیح میدهد: من با برادرم در لشکر سفیانی بودیم و همه جا را ویران کردیم و منبر پیامبر را شکستیم و قاطرهای خود را در مسجد پیامبر بستیم. سپس با 300,000 سرباز عازم خراب کردن خانه خدا در مکه شدیم، ولی زمین سفیانی و همه سربازانش را بجز من و برادرم بلعید. در آن هنگام فرشته ای به ما یک سیلی زد و چنان که می‌بینید صورتمان به پشتمان و پشتمان به طرف جلوی بدنمان برگشت. سپس فرشته مذکور به من گفت نزد شما بیایم و نابودی لشکر سفیانی را به شما بشارت دهم و در حضورتان توبه کنم. امام قائم پس از شنیدن ماجرای آن مرد دستی به صورت او می کشد و صورتش دوباره به طرف جلوی بدنش برگردانده می شود و به حالت عادی در می آید. امام محمد باقر گفته است: هنگامی که سفیانی خروج می کند 2 نفر دیگر نیز به نامهای یمنی و خراسانی در همان روز و همان ماه و همان سال خروج می کنند، ولی یمنی در راه حق گام بر می دارد و بنابراین شیعیان باید به زیر پرچم او بروند. نعمانی نیز در کتاب غیبت نعمانی از قول امام محمد باقر نوشته است: در زمان سلطنت بنی عباس خلفای این سلسله با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند و هنگامی که کارشان به پریشانی کشید، خراسانی و سفیانی یکی از شرق و دیگری از غرب مانند 2 اسبی که مسابقه می‌دهند هر یک کوشش می‌کنند زودتر خود را به کوفه برسانند. آنها سلسله بنی عباس را نابود می‌کنند و 1 نفر از آنها را باقی نمی‌گذارند. در اینجا شیخ علی دوانی از پیشبینی‌ها و یاوه‌های نابخردانه افراد مذکور دچار سرگیجه شده و در زیرنویس نوشته است: باید این گونه روایات را با دقت مورد مطالعه قرار داد و دید که آیا موضوع هلاک و نابودی و انقراض دولت بنی فلان همان بنی عباس است یا قوم دیگری، و آیا منظور سلطنت گذشته بنی عباس است که به وسیله هولاکوخان مغول منقرض شد، یا در آخرالزمان نیز دولت دیگری مانند بنی امیه که سفیانی دولت آنها را تشکیل می‌دهد مجدداً سلطنت اسلامی را تصاحب می‌کنند؟ بدیهی است که شیخ علی دوانی مترجم کتاب مهدی موعود که خود از جیره‌خواران حکومت فعلی جمهوری اسلامی در ایران است قادر نیست بین حکومت سفیانی و دولتی که آخوندها و ملایان در ایران تشکیل داده اند رابطه‌ای اندیشه‌گری کند، ولی اگر کسی که با حکومت جمهوری اسلامی پیوندی ندارد بخواهد به صنعت افسانه پردازی‌های بی‌پایه مذکور دست بزند برایش بسیار آسان‌تر است که حکومت
حکومت سفیانی را با دولت حکومت فعلی جمهوری اسلامی در ایران شبیه‌گری کرده و حدس بزند که هدف از حکومت سفیانی همان حکومت آخوندهای جمهوری اسلامی در ایران است و سرانجام آخوندهای چپگرا و کمونیست و آخوندهای جیره‌خوار غربی‌ها به جان یکدیگر می‌افتند و آن وقت سفیانی و یمنی و به دنبال آنها امام مهدی قائم ظهور خواهد کرد. طلوع خورشید از مغرب. شیخ طوسی در کتاب غیبت از عامر بن واصله از علی بن ابی طالب روایت کرده است که در هنگام ظهور امام قائم خورشید از مغرب طلوع می کند و آفتاب از ظهر تا عصر از حرکت باز می ایستد. فرود آمدن عیسی ابن مریم از آسمان. در همان کتاب از علی بن ابی طالب روایت شده است که هنگام ظهور امام قائم عیسی ابن مریم از آسمان برای یاری قائم فرود می آید. زمین در جزیره العرب فرو می رود و آتشی در قلب شهر عدن بیرون می آید و مردم را به سوی محشر سوق می دهد. خشکساری. شیخ طوسی در کتاب غیبت از امام جعفر صادق روایت کرده است که پیش از آمدن امام قائم خشکسالی خواهد شد و خرما در نخل از بین می رود. ایجاد شکاف در نهر فرات. در همان کتاب از امام محمد باقر روایت شده است که یکی از نشانه‌های ظهور امام زمان آن است که نهر فرات شکاف برمی دارد و آب آن به کوچه ها و محله های کوفه سرازیر می شود. شیوع بواسیر، سکته و جذام. یکی دیگر از نشانه‌های پیش از ظهور امام قائم بنا به روایت علی بن بابویه از موسی بن ابراهیم از پدرش امام جعفر صادق که اصل خبر از محمد بن عبدالله بوده این است که بواسیر، سکته و جذام از نشانه‌های نزدیک ظهور امام مهدی قائم هستند. گرفتگی ماه و خورشید. امام محمد باقر گفته است پیش از ظهور امام مهدی ماه در 5 رمضان و خورشید در 15 این ماه می‌گریند. گرفتگی ماه و خورشید چنان وحشتناک است که زمان ظهور حضرت آدم چنین خسوف و کسوفی روی نداده است. این خسوف و کسوف سبب می شود که حساب ستاره شناسان به هم خورد. مرگ سرخ و مرگ سفید. امام جعفر صادق گفته است پیش از ظهور امام قائم 2 گونه مرگ به وجود می آید، مرگ سرخ و مرگ سفید. این 2 مرگ سبب می شوند که از هر 7 نفر 5 نفر جان خود را از دست بدهند. منظور از مرگ سفید طاعون و هدف از مرگ سرخ شمشیر خواهد بود. داخل پرانتز جنگ و خونریزی. امام جعفر صادق گفته است در جریان ظهور امام قائم 2/3 مردم نابود می شوند. از او پرسش کرده اند هنگامی که 2/3 از مردم نابود شوند دیگر چه کسی باقی می ماند؟ پاسخ داده است آیا شما میل ندارید جزء 1/3 باقی مانده از مرگ باشید؟ طلوع ستاره ای از شرق. شیخ مفید در کتاب ارشاد می نویسد پیش از ظهور امام قائم ستاره ای از شرق طلوع می کند که مانند ماه درخشش دارد، سپس گرفته و کمانی می شود و 2 سر آن به هم نزدیک می شوند و در آسمان یک سرخی پیدا می شود و در اطراف آسمان پخش می گردد و آتشی دراز در شرق نمایان می شود و 3 یا 7 روز در هوا باقی می ماند. مردان کشور ایران به جان هم میافتند و کشته میشوند و بردگان بر ضد اربابان شورش میکنند. از دیگر نشانی‌های پیش از ظهور امام مهدی آن است که 2 گروه از مردم ایران به جان هم میافتند و خون یکدیگر را میریزند و بردگان بر ضد اربابان خود شورش میکنند و آنها را به قتل میرسانند. تبدیل بدعتگزاران دینی به میمون و خوک. آنهایی که در دین بدعت گذاشته‌اند از شکل آدمی خارج و به صورت میمون و خوک در می‌آیند. هجوم ملخ‌های خون رنگ. یکی دیگر از نشانه‌های ظهور امام زمان هجوم ملخ میباشد. شیخ طوسی در کتاب غیبت از علی بن ابی طالب روایت کرده است که پیش از ظهور حضرت قائم 2 بار ملخ می‌آید. 1 بار در هنگام کشت و زرع و 1 بار در غیر زمان کشت و زرع. رنگ ملخ‌ها مانند خون است.
سایر نشانه‌های ظهور امام. همچنین از امام محمد باقر روایت شده است که پیش از ظهور امام قائم دشمنان خاندان پیامبر دچار ترس و گرسنگی می‌شوند و بسیاری از آنها تلف می‌گردند. از سایر نشانه‌های پیش از ظهور امام قائم آن است که شتر سواری که آنقدر در راه شتاب کرده است که شترش لاغر و شکمش فرو رفته شده است نزد مردم در عرفات می‌آید و خبر مرگ خلیفه ای را به آنها می‌دهد. انتشار این خبر در حکم آزادی خاندان محمد و همه مردم است. همچنین پیش از ظهور امام قائم آتش بزرگی از جانب مشرق در آسمان ظاهر می شود. از امام جعفر صادق در کتاب غیبت شیخ طوسی روایت شده است که پیش از ظهور امام قائم جوانان طایفه های بنی امیه و بنی عباس به طور ناگهانی سالخورده می شوند و خداوند به پرندگان آسمان و درندگان زمین فرمان می دهد گوشت آنها را بخورند. یکی از نشانه‌های ظهور امام قائم آن است که جوان پاکدلی از خاندان پیامبر به نام محمد ابن حسن بدون هیچ گناهی کشته می شود. 15 روز پس از کشته شدن این شخص امام قائم ظهور می کند. توضیح تصویر صفحه 208. انسان‌های زنده و با فرهنگ ولی خرد گم کرده ای که در اعضای انسان‌های مرده و بدون فرهنگ زیر تأثیر افسون‌های مذهبی بدن چاک کردند. ادامه متن. شیخ طوسی در کتاب غیبت از امام محمد باقر روایت کرده است که در شب جمعه 23 ماه رمضان پیشواز ظهور قائم صدایی از آسمان شنیده می شود که در واقع صدای جبرئیل است که نام امام قائم را می برد. تمام ساکنان روی زمین از شرق تا غرب آن صدا را به زمان بومی خود می شنوند و می فهمند. با شنیدن این صدا هر که از خواب است بیدار می شود و آنکه ایستاده است می نشیند و افرادی که ایستاده اند می نشینند و آنهایی که نشسته اند از وحشت آن صدا برمی خیزند و دختران از پرده بیرون می آیند. آن صدا می گوید آگاه باشید که حق در پیروی از علی و شیعیان اوست. آنگاه شیطان در پایان همان روز از زمین صدا می زند آگاه باشید که حق در پیروی از عثمان و هواخواهان اوست. در این هنگام اهل ایمان دچار تردید می شوند. پس از رویداد جریان یاد شده بالا، مهدی قائم همراه لشکریانش به گونه هراسان از مکه وارد مدینه می شود. در نزدیک شدن لحظه ظهور امام قائم برای مدت 24 مرتبه در ماه جمادی الاخر و 10 روز از ماه رجب چنان بارانی میبارد که کسی نظیر آن را ندیده است. با آن باران خداوند گوشت و بدن مردگان مؤمن را در قبرهایشان میرویاند. آنگاه مردگان از قبرها خارج میشوند و به دنیا برمیگردند و با مردم معاشرت میکنند و به ملاقات یکدیگر میروند. پس از قطع باران مذکور همه زمین‌های مرده سرسبز و خرم می‌شوند و تمام بدبختی‌های پیروان شیعه‌گری برطرف می‌شود. در این زمان شیعیان متوجه می‌شوند که هنگام ظهور مهدی قائم از مکه فرا رسیده است و برای یاری او به مکه می‌روند. سید علی بن عبدالحمید در کتاب انوار المضیء نوشته است از امام جعفر صادق پرسش شد چگونه میتوان از ظهور امام مهدی آگاهی پیدا کرد؟ امام جعفر صادق پاسخ داد صبح که یکی از شما از خواب برمیخیزد کاغذی را در زیر سر خود مییابد که روی آن نوشته شده است پیروی از قائم کار خوبی است. بازنمود نویسنده درباره افسانه سرایی‌های فقهای شیعه‌گری درباره علائم ظهور امام مهدی قائم باید به نکات زیر توجه داشت. 1. در حالی که محمد ابن عبدالله فکر می‌کرده است سبب بدر و هلال ماه تعیین اوقات عبادات حج است، داخل پرانتز آیه 189 سوره بقره، عالم دارای چندین شرق و غرب است، داخل پرانتز آیه 258 سوره بقره، آیه 40 سوره معراج، آیه 9 سوره مدثر، آیه 17 سوره الرحمن و آیه 5 سوره صافات. خورشید در چشمه آب تیره‌ای غروب می کند، داخل پرانتز آیه 86 سوره کهف
و خداوند کوهها را مانند میخ در زمین فرو کرده است. داخل پرانتز آیه 7 سوره نبأ. شگفتی ندارد که مشاهده کنیم امامها و فقها و علما در افسانه سرایی های خود یکی از نشانه های ظهور امام زمان را طلوع خورشید از مغرب تخیل کرده و اضافه کنند که در هنگام ظهور امام زمان حرکت خورشید از ظهر تا عصر باز می ایستد. 2. با توجه به اینکه بیماری بدون درمان کشنده ایدز مصری بوده ولی بیماری بواسیر نه کشنده و نه بدون درمان است، معلوم نیست چرا امامها و علما و فقهای شیعه‌گری که از تمام رویدادهای گذشته و آینده آگاه هستند، بیماری کشنده و بدون درمان ایدز را که میگویند در سال 2000 میلادی شمار 20 میلیون نفر به آن مبتلا شده و شمار 8 میلیون نفر به سبب ابتلای به این بیماری از پای در خواهند آمد، جزو بیماری‌های شایع در زمان ظهور امام مهدی قائم و از نشانه‌های آن به شمار نیاوردند. شاید هم پاسخ این چیستان این باشد که به زودی و پیش از ظهور امام مهدی قائم برای درمان این بیماری دارو و روش درمان نجات دهنده‌ای کشف خواهد شد. در این صورت این خبر را باید به شمار 20 میلیون نفر مبتلایان به این بیماری بدون درمان و کشنده شاد باش گفت. 3. علما و فقهای شیعه‌گری باید بدانند در تمام درازای تاریخ بشر هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که خداوند شکل تکامل یافته ارگانیسمی مانند انسان را به شکل موجود فرومایه تری مانند میمون و خوک تبدیل کرده باشد. ولی بر طبق تئوری غیر علمی تناسخ ارواح که تنها دارای ارزش مذهبی است، روح یک ارگانیسم از هر طبقه و درجه ای ممکن است به ارگانیسم دیگری تبدیل شود. تنها در این حالت دگردیسی از ارگانیسم برتر به ارگانیسم فرومایه تری است که بعضی افراد اونیفرم‌های مذهبی به تن می‌کنند و به شرح یاوه‌سرایی‌های مذکور می‌پردازند. شیعه‌گری و امام زمان. دکتر مسعود انصاری. راوی نسیم. تهیه شده در کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. فصل 9. دجال و الاغش. بسیاری از افراد هنگامی که دچار سوء هاضمه میشوند فکر میکنند مذهبی شده اند. رابرت اینگرسول. یکی از جنبه‌های میتولوژیک افسانه امام زمان موضوع دجال و الاغ اوست. فقهای کارشناس امام زمان سازی نوشتند یکی از نشانه‌های ظهور امام زمان دجال است. شیخ صدوق در کتاب کمال الدین از نزال ابن سبره روایت می کند که علی ابن ابی طالب خطبه ای خواند و پس از آن 3 بار گفت: ای مردم، پیش از اینکه مرا از دست بدهید هر پرسشی دارید از من بکنید. سعد بن سوهان برخاست و از علی پرسش کرد: دجال چه زمانی خواهد آمد؟ علی پاسخ داد: زمانی که مردم نماز خواندن را فراموش کنند و در امانت خیانت کنند، دروغ بگویند، رباخواری کنند و رشوه بگیرند. این را به دنیا بفروشند و سفیهان را به کار بگمارند. با زنان مشورت کنند، پیوند خیشان پاره کنند و برای خون یکدیگر ارزشی قائل نباشند. ظلم و بیدادگری سبب فخر مردم شود، امراء فاجر، وزراء ظالم و سرکردگان دانا خائن شوند. زنان نوازنده آلات طرب و موسیقی به دست گیرند و نوازندگی کنند. به نظر نویسنده این کتاب، ظهور حضرت قائم را نباید به این زودی‌ها انتظار داشت. زیرا از انقلاب سال 1357 خورشیدی دست کم در ایران تمام نشانه‌های مذکور از بین رفته است. دلیل این موضوع آن است که انقلاب سال 1357 در ایران حکومت دین به وجود آورد و نمایندگان خدا و نایبان امام زمان را به کرسی قدرت نشاند.
از آن پس ولایت فقیه و رئیس جمهوری و وزرا و امام جمعه ها خود پیشوایی نمازهای جماعت را عهدهدار شدند. در این کشور دیگر کسی دروغ نمیگوید. روح الله خمینی و دار و دسته خداپرست و دیندارش خود با فریب و دروغ قدرت را در ایران به دست نگرفتند. رشوه‌خواری در این کشور ریشه‌کن شد و دولتمردان حکومت جمهوری اسلامی ایران حسابهای خود را در کشورهای خارجی با پولهای دزدی و غارت و رشوه‌خواری انباشته نکردند. از ورود هر نوع نوار آواز و موسیقی و طرب به کشور جلوگیری به عمل می آید و اگر افرادی حامل چنین آثاری باشند مجازات می شوند. همان گونه که امام زمان در هنگام ظهور دست رد به سینه کسی نگذاشته و همه اشقیا را از دم شمشیر دادگرانه خود می گذراند، روح الله خمینی و دار و دسته‌اش نیز تمام طاغوتی‌ها و مفسدین فی الارض و محاربان با خدا را از دم تیغ گذرانید. زنها در این کشور در کیسه‌های سیاه زندانی شده، افراد صفیه از قبیل اوباش و اراذل و امراء فاجر و وزراء ظالم از کارهای مهم برکنار شده و به جای آنها افراد صالح و خداپرست و حزب اللهی مصدر کار شده و اگر شخص فرومایه‌ای مانند محمد علی رجایی و یا روزخان بساز و بفروشی به نام علی اکبر هاشمی رفسنجانی در این کشور به ریاست جمهوری رسیدند و یا دزد بی‌آزرمی مانند سعید رجایی خراسانی از طرف مردان خدایی که در ایران حکومت می‌کنند به نمایندگی سازمان ملل متحد برگزیده شد و در محل خدمت خود در روز روشن مرتکب دزدی گردید و دستگیر شد، و یا یک قاچاقچی حرفه‌ای مواد مخدر به نام محمد صادق طباطبایی به سمت معاون نخست وزیر منصوب شد و به سبب قاچاق مواد مخدر در کشور آلمان دستگیر و زندانی گردید، همه اینها دارای فلسفه هایی است که علم آن جزء دانش‌های نهفته علم لدنی پیامبران و امامان و مردان خداست و افراد عادی بشر قادر به فهم و درک آن فلسفه ها نیستند. خداوند تبارک و تعالی نیز برای پیامبر عزیزگونه‌اش محمد ابن عبدالله در این باره آیه‌ای نازل فرموده است که میگوید و ما یعلمها الا العالمون، یعنی به جز علما کسی آنها را تعقل و درک و فهم نخواهد کرد. آیه 43 سوره عنکبوت. آنهایی هم که میگویند روح الله خمینی خودش دجالی بود که به سبب ماهیت فاسد، واپسگرا و غیر انسانیش تمام افراد هرزه، نادان، قشری و بی‌ارزش را به خود جذب و آنها را در حکومتش مصدر کار کرد، اشتباه میکنند. زیرا پس از مرگش گنبد و ضریحی که برایش برپا کردند از گنبد و ضریح خود پیامبر و همه امامها جلال و شکوه و شوکتش بیشتر و برتر است. به هر حال پس از سعسع ابن سوهان نوبت پرسش به اسبخ ابن نباته میرسد. وی از علی ابن ابی طالب پرسش میکند دجال کیست؟ علی در برابر پرسش مذکور پاسخی می‌دهد که ما پاسخ او را با گفته‌های امام جعفر صادق، نوشته‌های صدوق در کتاب کمال الدین از قول محمد ابن عبدالله، دکتر محمد خزائلی در کتاب اعلام قرآن و علامه مجلسی در بهارالانوار به طور خلاصه شرح می‌دهیم. علی ابن ابی طالب درباره دجال می‌گوید دجال ساعد ابن سید است. دجال از مادر یهودی زایش یافته و چشم ندارد و چشم دیگر او در پیشانیش قرار دارد و مانند ستاره صبح می درخشد. چیزی شبیه به یک لکه آمیخته به خون در چشم او وجود دارد. در پیشانی او نوشته شده است این شخص کافر است. هر شخص بی سواد و باسوادی می تواند این جمله را بخواند. دجال داخل دریاها می شود و آفتاب با او می گردد. در جلوی رویش کوهی از دود وجود دارد و پشت سرش کوه سفیدی است که مردم آن را کوه گندم می بینند.
دجال در یک قحطی سخت پیش از ظهور مهدی و یا مقارن آمدن او از اصفهان یا از قریه یهودی ظهور می کند و بر الاغ سفیدی سوار است. محمد ابن عبدالله می گوید فاصله میان دو گوش الاغ دجال 1 میل راه است. بهشت و جهنم در اختیار او قرار دارد. در حالی که او در قحطی شدیدی ظهور می کند، کوهی از نان و نهری پر از آب با خود دارد. بیشتر پیروان او یهودی و زنان و عربهای بیابانی هستند. او به جز مکه و مدینه به همه جای زمین گام می گذارد. علی ابن ابی طالب می گوید 1 گام الاغ دجال 1 میل راه است. از هیچ آبی نمی گذرد مگر اینکه آن آب تا روز قیامت خشک می شود. با صدای بلند خود چنان ندا در می دهد که از مشرق تا مغرب جن و انس و شیاطین صدای مهیب او را می شنوند. دجال دشمن خداست و می گوید ای افراد بشر، من خدای بزرگ شما هستم، به سوی من بیایید. از هر موی الاغی که دجال بر آن سوار است نغمه ای به گوش می رسد و آن نغمه ها موجب جذب مردم سست و ناپرهیزگار به او می شود. بیشتر پیروان او زنازادگان، یهودیان و زنان و عربهای بیابانی، شرابخواران و نوازندگان و بازیگران هستند. دجال در یک دوره 40 روزه و یا 40 ساله دنیا را پر از ظلم و جور و کفر می سازد و سرانجام به دست مهدی نابود می شود. دجال زنا، لواط و سایر منکرات را آزاد می کند تا جایی که مردان و زنان و پسران به طور آشکار و عریان در خیابانها یکدیگر را در آغوش می گیرند. هنگامی که سرکشی و ستمگری دجال از اندازه گذشت و بیدادگری‌های او و پیروانش همه جا گیر شد، به گفته علی ابن ابی طالب 3 ساعت از روز جمعه برآمده کسی که عیسی ابن مریم پشت سرش نماز می‌گذارد، منظور مهدی قائم امام زمان است، او را می‌کشد. باید توجه داشت که برخی از نوشته‌های اسلامی نیز نوشته‌اند که عیسی ابن مریم دجال را می‌کشد. علی ابن ابی طالب میگوید پس از کشته شدن دجال دابت الارض از سمت صفا ظهور می کند. دابت الارض انگشتر سلیمان و عصای موسی را با خود دارد و آن انگشتر را روی هر مؤمنی که میگذارد در جای آن نوشته می شود این مؤمن حقیقی است و بر روی هر کافری که بگذارد در محل آن نوشته می شود این کافر حقیقی است. تا جایی که مؤمن صدا میزند ای کافر وای بر تو و کافر صدا میزند ای مؤمن خوشا به حال تو، کاش من نیز مانند تو بودم و به چنین سعادتی دست میافتم. سپس دابت الارض سر خود را بلند می کند و مردمی که در بین مشرق و مغرب هستند پس از طلوع خورشید از سوی مغرب به فرمان خدا او را می بینند. از آن پس دیگر توبه کسی پذیرفته نمی شود. به نوشته شیخ صدوق در اینجا علی ابن ابی طالب می گوید از آنچه از این پس روی می دهد از من پرسش نکنید، زیرا من با حبیب خود رسول خدا عهد بستم که پیش از این خبر به اهل اطرت آگاهی ندهم. بازنمود نویسنده 1. شیخ علی دوانی مترجم کتاب مهدی موعود برای اینکه زهر این همه مهملات بی سر و ته را بگیرد و آنها را با پوشش پذیراتری به خورد قربانیان مکتب مهدویت بدهد، در زیرنویس صفحه 973 کتاب می نویسد دجال که نموداری از جنگ نور و ظلمت است، در اقوام و ملل دیگر هم سابقه دارد. در اوستا نیز از جنگ اهریمن و اهورامزدا گفتگو شده است و آیین مانویان بر پایه منازعه دائم نور و ظلمت پیریزی شده است. ولی
این جناب شیخ شاید ندانند که اولاً متون سایر کتب مقدس تا این اندازه در دروغ بافی‌های غیرقابل تصور مذهبی پیش نرفته و علما و فقهای شیعه‌گری از لحاظ ساختن این گونه یاوه‌ها و افسانه‌های مذهبی نابخردانه تاج قهرمانی بر سر دارند، زیرا هیچ یک از ادیان و مذاهب تاکنون ادعا نکردند که پیامبرشان با اشاره انگشت ماه را به دو نیم کرده و یا با اسب براق به آسمانها پرواز، با خداوند دیدار و با او شیر برنج مصرف کرده است. همچنین ادیان و مذاهبی که انتظار ظهور مهدی‌های خود را دارند هیچگاه نگفته‌اند که مهدی آنها پشت سرش را مانند جلوی رویش می‌تواند ببیند و یا بلوغایت او دیده نشود زمین آن را ببلعد. این هنر یکتای صنعت افسانه‌سازی مذهبی تنها در تخصص انحصاری علما، فقها و ملایان شیعه‌گری قرار دارد. ثانیاً، اگر یک انسان عادی اظهار کند شخص بیسوادی میتواند بخواند و بنویسد یا فاصله میان دو گوش الاغ میتواند 1 میل باشد و یا الاغی میتواند 1 میل گام بردارد، خورشید میتواند از مغرب طلوع کند و مانند این بیهودگی‌های تخیلی و نابخردانه او را به عنوان ابتلای به بیماری‌های روانی سایکوسیس و یا اسکیزوفرنیا در بیمارستان‌های روانی زیر درمان قرار می‌دهند. اصولاً در دانش روانپزشکی اگر کسی میل بیش از اندازه و غیر عادی به دروغگویی و دروغ پردازی داشته باشد، او را به ناراحتی روانی میتومینیا مبتلا می‌دانند. ولی ملایان شیعه‌گری با این یاوه‌گویی‌های نابخردانه ثابت کرده‌اند که هنر دروغ بافی و افسانه سازی آنها از مرز بیماری میتومینیا نیز گذشته و وارد ناراحتی‌های روانی سایکوسیس و اسکیزوفرنیا که به درمان روانی نیاز دارد شده است. 2. جای نهایت شگفتی است که علما و فقها گویا قانون اساسی مذهب خود یعنی قرآن را نخوانده و یا در افسانه سازی آنقدر بی آزرم هستند که دست کم به ظاهر هم که شده است به اصول و احکام کتاب مقدس خود یعنی قرآن نیز اعتنایی ندارند. زیرا برخی اوقات افسانه هایی که صنعتگری می کنند با اصول و موازین قرآن نیز مغایرت کامل دارد. برای مثال آنجایی که می گویند پس از ظهور دابة الارض دیگر توبه کسی پذیرفته نخواهد شد، آیا نمی دانند یکی از القابی که قرآن برای خداوند قائل شده تواب یعنی بسیار توبه پذیر هست؟ گذشته از آن در قرآن آیات زیادی وجود دارد که حاکی است خداوند هر کسی را که توبه کند خواهد بخشید. یکی از آنها آیه 104 سوره توبه است که میگوید الم یعلموا ان الله هو یقبل التوبه عن عباده و یاخذ الصدقات و ان الله هو التواب الرحیم. آیا بندگان نمی دانند که خداوند توبه آنها را قبول و صدقه های آنها را مورد پذیرش قرار خواهد داد و به درستی که خدا بسیار توبه پذیر و مهربان است. 3. نکته بسیار خنده آور و سرگرم کننده دیگر که در کتاب مهدی موعود از قول حسن ابن ابراهیم از کتاب غیبت نعمانی ذکر شده به این شرح است. به حضرت امام رضا عرض کردم میگویند قائم در زمانی ظهور می کند که دولت بنی عباس منقرض شده باشد. فرمود دروغ گفتند. در موقع ظهور او هنوز دولت بنی عباس برقرار است. بیچاره شیخ علی دوانی که در برابر ترجمه پیشبینی چرند و بیپایه امام رضا درباره ظهور مهدی قرار گرفته و از این جهت درمانده شده و جوهر در قلمش خشک شده به شیوه مترجمان و مفسران قرآن متوسل شده است. زیرا مترجمان و مفسران قرآن هر زمانی که در برابر تضادها و متون ناهمگون و بی‌معنی قرآن قرار گرفته اند برای رفع و رجوع و اصلاح آنها از خود تفاسیر شگفت‌انگیزی به ترجمه متون قرآن افزودند. شیخ علی دوانی نیز برای روپوشی و اصلاح پیشبینی مسخره و نادرست امام رضا در زیرنویس افزوده است
دور نیست که این روایت اسبق که از حضرت موسی بن جعفر رسیده در مقام تقیه از آن دو بزرگوار صادر شده باشد، زیرا این دو امام در گرماگرم دولت بنی عباس بودند و نمیتوانستند از انقراض دولت آنها سخن بگویند. در فصل 5 این کتاب گفتیم تقیه عبارت است از یک پوشش شرعی برای دروغ، ریا، درویی و فریبکاری و اکنون روایت مذکور ما را با مثال زنده و بارزی درباره تقیه آشنا می کند. فصل 10 ظهور مهدی قائم داخل پرانتز امام زمان. اگر قرآن بر عجم نازل می شد، عرب به آن ایمان نمی آورد، ولی بر عرب نازل شد و عجم به آن ایمان آورد. محمد ابن یعقوب کلینی، اصول کافی، جلد 2، صفحه 217. مهدی قائم در روز شنبه که عاشورای امام حسین و هوا بسیار گرم است در یک سالطاق مانند موسی بن عمران هراسان از مخفیگاه خود در مدینه بیرون می آید و وارد مکه می شود. قائم در هنگام ظهور به سن ابراهیم خلیل یعنی 120 ساله است، ولی به شکل جوان 30 ساله موفقی به نظر می آید و با گذشت روزها و شبها پیر نمی شود. بدنی نیرومند دارد، به گونه‌ای که اگر دست به سوی بزرگترین درخت روی زمین دراز کند می تواند آن را از بیخ برکند. اگر در میان کوه‌ها نعره بکشد، سنگ‌های سخت از اثر صدایش خرد می‌شوند. عصای موسی و انگشتر سلیمان را با خود دارد و پرچمی را که محمد ابن عبدالله در جنگ بدر از آن استفاده می‌کرد با خود حمل می‌کند. امام جعفر صادق گفته است: امام قائم شمشیر، زره، عمامه، عبا، عصا، پرچم و زین و برگ اسب پیامبر را در اختیار دارد. هنگامی که وارد مکه می شود، عبا و عمامه و زره پیامبر را می پوشد و شمشیر از غلاف بیرون می آورد و پرچم پیامبر را می افرازد. این همان پرچمی است که جبرئیل در روز جنگ بدر آن را از آسمان برای محمد آورد و محمد آن را در میدان جنگ بدر برافراشت. این پرچم را همه مردم عالم در شرق و غرب دنیا می‌بینند. سپس امام قائم عصای پیامبر را در دست می‌گیرد. این عصا بنا به روایت امام محمد باقر نخست به حضرت آدم تعلق داشته، سپس به شعیب و از او به موسی بن عمران و پس از آن به محمد بن عبدالله رسیده است. آن عصا مانند روزی که آن را از درخت بریدند سبز است و اگر کسی با آن سخن بگوید آن عصا نیز با او صحبت می‌کند. این عصا مردم بیدین را می‌ترساند و سحر ساحران را باطل می‌کند و به هر گونه‌ای که به او دستور داده شود عمل می‌نماید. در این هنگام امام قائم از خدا اجازه ظهور می‌طلبد که به گونه رسمی ظهور کند. زمانی که اجازه خدا برای ظهور رسمی امام قائم صادر می شود، عیسی ابن مریم از آسمان فرود می آید و پشت سر امام مهدی نماز می گذارد. آنگاه جبرئیل در سمت راست و میکائیل در سمت چپ او قرار می گیرند. سپس 13,000 فرشته از آسمان فرود می آیند که در رکاب امام قائم خدمت کنند. اینها همان فرشتگانی هستند که در کشتی نوح خدمت می کردند و در زمانی که ابراهیم خلیل را در آتش افکندند به یاری او شتافتند و هنگامی که عیسی ابن مریم به آسمان رفت با او بودند. گذشته از آنها شمار 4,000 فرشته که دارای نشان ویژه‌ای هستند در برابر امام قائم صف می کشند. همچنین 4,000 فرشته که برای یاری حسین به صحرای کربلا آمدند در رکاب امام قائم خواهند بود. باید دانست که این فرشتگان نخست برای یاری حسین آمدند، ولی او به آنها اجازه دخالت در جنگ را نداد. سپس آنها به آسمان رفتند تا از خدا اجازه بگیرند، ولی هنگامی که به زمین بازگشتند حسین شهید شده بود. از این رو آنها تا روز قیامت همیشه پژمرده و غمزده در کنار قبر حسین به سر میبرند.
سپس محمد ابن عبدالله و علی ابن ابی طالب ظاهر می شوند و کتاب مهر شده ای که هنوز مهرش خشک نشده به امام قائم می دهند و به او می گویند وی باید بر پایه آنچه در این کتاب نوشته شده عمل کند. امام قائم پس از ظهور نزد سنگ حجرالاسود می رود و به آن تکیه می دهد. در این هنگام پرنده سفیدی از آسمان بر قائم فرود می آید و او نخستین کسی است که با امام قائم بیعت می کند. این پرنده یک پای خود را روی خانه خدا در کعبه و پای دیگرش را روی بیت المقدس می‌گذارد و با صدای رسا که تمام جهانیان می‌شنوند می‌گوید فرمان خدا صادر شده است، بنابراین بدون شتاب در انتظار رویداد حادثه مورد نظر باشید. آنگاه سایر فرشتگان و 6000 تن از نجبای طایفه جن با امام قائم بیعت می‌کنند. شیخ صدوق در کتاب علل الشرایع نوشته است امام جعفر صادق گفته است به خدا قسم آن پرنده جبرئیل است. شیخ صدوق در کمال الدین از قول امام محمد باقر می نویسد زمانی که قائم در مکه ظهور می کند منادی او بانگ می زند هیچ کس لزومی ندارد با خود خوردنی و نوشیدنی بردارد. سپس امام قائم حجر موسی یعنی سنگی را که موسی بن عمران از آن آب بیرون می آورد و به اندازه بار یک شتر است روی شتر بار کرده و با خود حرکت می دهد و به هر منزلی که می رسند چشمه‌ای از آن سنگ بیرون می آید. هر کس گرسنه باشد سیر می شود و هر کس تشنه باشد از آن آب می نوشد و چارپایان خود را نیز آب می دهند تا وارد نجف شوند. در این هنگام مهدی قائم میگوید ای مردم، من از خداوند میخواهم که مرا بر آنهایی که بر ما آل محمد ستم روا داشتند و حق ما را گرفتند پیروزی دهد. هر کس درباره خداوند با من گفتگو دارد بیاید و با من در میان نهد، زیرا من از هر کسی به خدا نزدیکترم. و هر کس درباره آدم، نوح، ابراهیم، محمد ابن عبدالله و سایر پیامبران مطلبی دارد به من بگوید، زیرا من از هر کسی به همه این افراد نزدیکترم و از همه شما میخواهم که ما را برای پیروزی بر دشمنان دودمان محمد یاری دهید. آنگاه امام قائم به خانه کعبه تکیه میدهد و میگوید ای اهل عالم، هر کسی می‌خواهد آدم، نوح و پسرش سام، ابراهیم و اسماعیل، موسی و یوشع، عیسی و شمعون، محمد و علی، حسن و حسین و امامهای فرزندان حسین را ببیند، باید بداند که من همه آنها هستم. پس مرا یاری کنید. سپس به قرائت کتب مقدس نوح و ابراهیم، تورات و انجیل و قرآن می‌پردازد و همه میگویند آنچه او میخواند همان متون مقدس راستی نیست که از سوی خداوند بدون تغییر و تبدیل به پیامبران وحی شده است. امام محمد باقر به خدا سوگند میخورد که 313 نفر به تعداد سربازانی که در جنگ بدر شرکت کرده بودند و 50 نفر زن نیز در میان آنها هست در اطراف امام مهدی قائم گرد می آیند و با او بیعت می کنند. آنگاه مهدی قائم با آنها از مکه بیرون می رود، منادی او در مکه از آسمان او را صدا می زند و ظهورش را به آگاهی مردم می رساند. سپس امام مهدی قائم قصد سفیانی می کند. بعضی از لشکریان سفیانی به پیروان مهدی و برخی از پیروان مهدی به صف سربازان سفیانی می پیوندند. امام مهدی قائم، سفیانی و پیروانش همه را از دم تیغ می گذراند، به گونه‌ای که حتی یک نفر از آنها نیز باقی نمی ماند. اسب‌های لشکریان امام قائم زینهای زرین دارند و قصد هر شهری را می کند آنجا را خراب و ویران می سازد. شیخ مفید در کتاب اختصاص از قول امام جعفر صادق نقل کرده است که هنگامی که امام قائم ظهور می کند با پای خودش به میدان کوفه می رود و با دست خود به نقطه ای از زمین اشاره می کند و می گوید اینجا را بکنید. به دستور او آن نقطه را حفر می کنند و 12,000 زره و 12,000 شمشیر و 12,000 کلاه خود از زیر زمین بیرون می آورند.
آنگاه 12,000 نفر از غلامان و ایرانیان را می‌خواند و آن سلاح‌ها را به آنها می‌پوشاند و به آنها دستور می‌دهد کسانی را که لباسشان مانند آنها نیست همه را بکشند. سپس امام قائم به مسجد کوفه می‌رود. شیطان در حالی که با زانوهای خود راه می‌رود به آنجا می‌آید و می‌گوید ای وای از خطر امروز. امام مهدی قائم پیشانی او را می‌گیرد و گردنش را می‌زند. محمد ابن ابراهیم نعمانی در کتاب غیبت نعمانی از قول امام محمد باقر نقل کرده است که امام قائم از روز ظهور تا هنگام مرگ روی هم رفته مدت 19 سال سلطنت می کند و زمین را پر از عدل و داد می نماید پس از آنکه از ظلم و بیدادگری پر شده باشد. امام مهدی قائم تا آن اندازه از مردم بیدین می‌کشد که جز دین محمد دین و مذهب دیگری باقی نمی‌ماند و خدا خوشنود می‌شود. پس از مرگ قائم مردی از خاندان ما برای مدت 309 سال بر روی زمین حکومت می‌کنند. داخل پرانتز گفتند این شخص امام حسین و یا یکی دیگر از ائمه در هنگام رجعت است. امام قائم دارای آنچنان نوری است که پس از ظهور او زمین از نور خورشید بی‌نیاز می شود. در زمان سلطنت امام قائم هر مردی دارای 1000 پسر خواهد شد و حتی یک دختر هم در آن زمان از زنی متولد نمی شود. چون پس از ظهور قائم آنقدر جمعیت زیاد است که مسجدهای موجود گنجایش آنها را برای برگزاری نماز ندارند، از این رو امام قائم در بیرون کوفه مسجدی می سازد که 1000 درب دارد و خانه های کوفه به نهر کربلا متصل می شوند. مجلسی نوشته است مفضل ابن عمر کوفی از امام جعفر صادق پرسش کرده است محل سکونت امام قائم در چه محلی خواهد بود؟ امام جعفر صادق پاسخ داده است محل سکونت امام قائم در کوفه و محل حکومتش در مسجد جامع کوفه و بیت المال و محل تقسیم غنائمش در مسجد سهله واقع در زمینهای مسطح و صاف نجف و کوفه است. امام جعفر صادق افزوده است که هر مؤمن شیعه‌ای آرزو دارد یک وجب از زمین آن محل را به یک شمش طلا بخرد. بازنمود نویسنده 1. شیعیان مرتضی علی بر پایه روضه هایی که آخوندها در بالای منبرها می‌خوانند یزید ابن معاویه، عبیدالله ابن زیاد و عمر ابن سعد را مسئول کشته شدن حسین ابن علی و یارانش در واقعه کربلا می‌دانند. ولی بر اساس آنچه که در این گفتار خواندیم، گویا الله و فرشتگان او و حتی خود حسین نیز در رویداد کربلا بی تقصیر نبودند. فرنودهای این عقیده به شرح زیر است. اول اینکه هنگامی که الله 4000 فرشته ویژه به یاری حسین فرستاده تا او را بر ضد دشمنانش در جنگ یاری کنند، هیچ دلیلی وجود نداشته که حسین کمک الله را رد کند و خود و یارانش را به کشتن بدهد. آیا حسین بهتر از الله به مصلحت خود آگاه بوده که کمک او را رد کرده است؟ آیا بهتر نبود که حسین در این باره از روش جدش محمد ابن عبدالله پیامبر اسلام پیروی می کرد؟ زیرا هنگامی که در جنگ بدر الله 10,000 فرشته به کمک محمد فرستاد، او با کمال سپاسگزاری و شادی کمک الله را پذیرفت و دشمنانش را شکست داد. حال چون حسین از پذیرش کمک 4000 فرشته مذکور خودداری کرده و نه تنها با این عمل در برابر الله عصیان کرده، بلکه خود و یارانش را نیز با رد کمک الله به کشتن داده، آیا درست است که شیعیان برای کشته شدن او مویه و زاری سر دهند؟ آیا کسی که پیشنهاد کمک الله را رد کند و برخلاف اراده او عمل نماید شایستگی لقب مظلوم را دارد؟ دوم اینکه در حالی که الله 4000 فرشته ویژه به کمک حسین فرستاده، معلوم نیست فرشتگان مذکور چگونه دستور حسین را مبنی بر خودداری از ورود به جنگ بر ضد دشمنان او بر فرمان ارباب خود الله برتری داده و بدون توجه به حساسیت وضع و برای گزارش جریان انکار حسین از پذیرش کمک آنها به آسمان بازگشتند. سوم اینکه
بر پایه آموزش‌های فقها و علمای مذهبی، شیعیان مرتضی علی عقیده دارند که جایگاه الله تنها به آسمان ویژگی ندارد، بلکه الله در همه جا هست و بر تمام اعمال و رفتار ما نظارت دارد. حال آیا این کار 4000 فرشته درست بوده که حسین را در میان دشمنان خوناشامش رها کنند و برای گرفتن آموزش از الله به آسمان بازگردند؟ آیا فرشتگان مذکور نمی‌دانستند که خدا روی زمین هم یافت می‌شود و به ویژه اینکه یک خانه اختصاصی نیز در روی زمین و در مکه و درون ساختمان کعبه دارد؟ چهارم اینکه در حالی که الله باد را در اختیار سلیمان پیامبر قرار داده بود تا او بتواند به وسیله باد با شرق و غرب عالم در یک زمان تماس داشته باشد، چگونه الله تسهیلاتی برای فرشتگانش فراهم نیاورد تا آنها در هر لحظه بتوانند با الله تماس داشته باشند و مجبور نشوند برای آگاه کردن الله از تصمیم حسین مبنی بر رد کمک الله به آسمان بازگردند؟ آیا الله که آنقدر حسین عزیزش را دوست می داشته نمی توانسته به فرشته هایش دستور دهد در چنین وضع و حالت حساسی از بیسیم استفاده کنند؟ پنجم این که به راستی حق این می بود که در روز واقعی کربلا الله به جای اینکه در آسمان بماند و فرشته هایش را برای کمک حسین به زمین بفرستد، خود به خانه زمینیش کعبه می آمد و از نزدیک وضع رویداد کربلا را زیر نظر قرار می داد تا خود و فرشته هایش از آلوده شدن به این اتهامات برکنار می ماندند. 2. در گفتار فصل دوم این کتاب دیدیم که تازی‌ها اسیران ایرانی را به کار نوکری و غلامی خود می‌گماشتند. با آنها در یک صف راه نمی‌رفتند و استفاده از اسب و شمشیر را نیز در جنگ برای اسیران ایرانی منع کرده بودند. آن وقت علامه ملا محمد باقر مجلسی، فقیه تازی نشانی که خود در ایران زایش یافته و از سوی شاه اسماعیل صفوی به دریافت لقب شیخ الاسلام نائل شده، از قول شیخ مفید در کتاب اختصاص که او هم از امام جعفر صادق روایت کرده، پس از گذشت بیش از 1000 سال از جنگ قادسیه در صفحه 1136 جلد 13 بهارالانوار هنوز غلام و ایرانی را در یک ردیف و برابر یکدیگر قرار داده است. شیخ بهاءالدین عاملی نیز در کتاب فقه جامع عباسی می نویسد: غنایمی که در جنگ ها به دست می آیند نخست حق انصار، سپس اعراب و پس از آنها عجم است. این موارد ثابت می کند که آخوند و ملا و فقیه تازی نشان و تازی پرست است و به همان گونه که خمینی و دار و دسته‌اش نشان دادند برای ایران و ایرانی و ارزش‌های تاریخی، ملی و فرهنگی ایرانیان ارج و منزلتی قائل نیستند. آن وقت چقدر جای شوربختی است که هم میهنان عزیز اصفهانی ما، گور ملا محمد باقر مجلسی، بزرگ دروغ پرداز و افسانه‌گوی فقه شیعه‌گری را به شکل زیارتگاه درآورده برای دین مردان تازی و تازی پرست یقه چاک می کنند و در سالروز مرگ آنها به مویه و زاری می نشینند و ایمان و خرد خود را قربانی منافع خصوصی و گروهی ملاها و روزخوانها کردند. 3. علما و فقها و یا افسانه سرایان مذهبی که به ساختن داستانهای امام زمانسازی پرداخته اند، برای اثبات درستی رویدادهای مسخره افسانه‌های خود به کرات یا از قول خود و یا امامها به خدا سوگند یاد کردند. به راستی انسان هنگامی که تراوش‌های مغزی کودکانه این افراد را در لابلای افسانه سازی‌های مذکور می‌خواند، فکر می‌کند که این افراد در حد یاوه‌هایی که می‌نویسند تهی مغز و نادان هستند، ولی زمانی که انسان سوگندهایی را که این افراد به خدا می‌خورند و یا آن سوگندها را به امام‌ها نسبت می‌دهند مشاهده می‌کند، به درستی می‌تواند اطمینان حاصل کند که آنها تا آن اندازه که ابله نمایی می‌کنند نادان نیستند، بلکه تمام مقدسات راستین و غیر راستین خود و دیگران را برای تأمین منافع خود به بازی گرفتند. 4. این گفته که در زمان سلطنت امام مهدی قائم هر مردی دارای 1000 پسر خواهد شد و حتی یک دختر نیز از زنی زایش نخواهد یافت، نشان می‌دهد که اندیشه‌های اعراب دوره جاهلیت که خود دختر را نحس و شوم می‌دانستند هنوز مغز آخوندها و ملایان را رها نکرده است.
گذشته از آن، این افسانه سرایان تهیمغز فکر نکرده اند سرنوشت اجتماعی که هر مردی در آن اجتماع دارای 1000 پسر باشد و هیچ دختری از زنی زایش نیابد به کجا خواهد انجامید. شاید هم این گونه اندیشگری دوره طلبگی آنها را برایشان دژاوو می کند. شیعه‌گری و امام زمان، دکتر مسعود انصاری. راوی نسیم. تهیه شده در کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. فصل 11. اقدامات مهدی قائم پس از رسیدن به قدرت. افراد عامی مذهب را واقعی، خردمندان آن را خرافی و فرمانروایان آن را مفید می‌دانند. سنکا. فقها و نویسندگان شیعه‌گری نوشتند پس از اینکه امام مهدی قائم ظهور می‌کند و بر اریکه قدرت تکیه می‌زند، ستمگری در دنیا نابود می شود و عدل و انصاف همه جهان را پر می کند. رسالت امام زمان دادگری و گرفتن حق ستمدیدگان است و تمام افراد ستمدیده از ستمی که بر آنها وارد شده نزد امام زمان دادخواهی می کنند. امام مهدی این رسالت دادرسی را با چنان دقتی انجام می دهد که اگر مردی در شرق کشته شده و شخص دیگری در غرب به کشتن او راضی بوده، وی شریک جرم قاتل و سزاوار مجازات جرم قتل به شمار خواهد آمد و کشته خواهد شد. به همین سبب چون بازماندگان قاتلان حسین ابن علی از اعمال اجداد و پدران خود راضی بودند، همه سزاوار مجازات قتل خواهند بود و کشته خواهند شد. امام زمان گامی بر نمی دارد مگر اینکه مانند باغبانی که با داسش علفهای هرز را درو می کند، او نیز به همان گونه گردن مخالفان را می اندازد. همچنین به گونه‌ای که در گفتار پیشین شرح داده شد، از نقطه‌ای عبور نمی کند مگر اینکه آنجا را با خاک یکسان می نماید. برای اینکه به چگونگی اقدامات دادگرانه امام مهدی قائم آشنا شویم، به شرح اعمال او در کنار قبر پیامبر از قول امام جعفر صادق می پردازیم. هنگامی که مهدی قائم به مدینه می رود، در کنار قبر پیامبر می ایستد و پرسش می کند: چه افرادی در اینجا در کنار پیامبر به خاک سپرده شده اند؟ پاسخ می شنود: خلفای پس از او ابوبکر و عمر. آنگاه امام زمان دستور می دهد قبر آن دو را باز کنند. پس از شکافتن قبر ابوبکر و عمر مشاهده می شود که بدن آن دو تر و تازه در قبر مانده است. مهدی تا 3 روز از بیرون آوردن بدنهای ابوبکر و عمر از قبر خودداری می کند. پس از 3 روز دستور می دهد بدن آنها را از قبر درآورده و کفنهایشان را از جسدشان خارج کنند و بر درخت خشکی آنها را به دار بزنند. هنگامی که بدن ابوبکر و عمر را بر آن درخت به دار می زنند، درخت مذکور بیدرنگ زنده و سبز می شود. سپس مهدی دستور می دهد مردم از ابوبکر و عمر بیزاری بجویند. گروهی با این کار مخالفت و از بیزاری جستن از آن دو خودداری می کنند. امام قائم نیز به امر خدا دستور می دهد باد سیاهی بر آنها بوزد و آنان را مانند ریشه های پوسیده درخت نخل نابود کند. سپس امام مهدی دستور می دهد بدنهای ابوبکر و عمر را از دار پایین بیاورند و به امر خدا آنها را زنده می کند و دستور می دهد تمام مردم جمع شوند. آنگاه امام مهدی گناهان زیر را به گردن ابوبکر و عمر می اندازد و آنها هم اعتراف می کنند. کشته شدن هابیل به دست قابیل، برافروختن آتش برای کشتن ابراهیم،
انداختن یوسف در چاه، زندانی شدن یونس در شکم ماهی، قتل یحیی، به دار کشیدن عیسی، شکنجه دادن جرجیس و دانیال پیامبر، زدن سلمان فارسی، آتش زدن در خانه علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا و حسن و حسین، تازیانه زدن به بازوی فاطمه زهرا و زدن در به پهلوی او، سقط شدن بچه‌اش محسن، سم دادن به امام حسن، کشتن امام حسین و افراد خانواده و یاران او و هر خونی که به ناحق ریخته شده و یا هر زنی که مورد تجاوز قرار گرفته و هر جرم و ستمی که از زمان حضرت آدم تا ظهور امام زمان ارتکاب شده است. پس از آن امام مهدی قائم دستور می دهد ابوبکر و عمر را دوباره بر همان درخت به دار بزنند و امر می کند آتشی از زمین بیرون بیاید و آنها را با درخت بسوزاند. آنگاه به باد دستور می دهد تا خاکسترشان را به آب دریاها بپاشند. مفضل ابن عمر کوفی از امام جعفر صادق پرسش می کند آیا مجازات مذکور آخرین عذاب آنهاست؟ امام جعفر صادق پاسخ می دهد نه، در روز قیامت که محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین حاضر هستند، آن دو نفر را در هر شبانه روز 1000 بار می کشند و باز به امر خدا زنده می شوند تا باز عذاب شوند. در این هنگام سید حسنی از دیلم خروج می کند. سید حسنی از فرزندان علی است و با گروهی سواران چابک قصد کوفه را می کند و در سر راه خود همه افراد بیدین را از دم تیغ می گذراند تا وارد کوفه شود و آنجا را محل سکونت خود قرار می دهد. زمانی که سید حسنی وارد سرزمین کوفه می شود، از ظهور امام مهدی آگاه می گردد. اگرچه او به وجود امام مهدی قائم و ظهور او ایمان دارد، با این وجود برای شناسانیدن او به یارانش نزد مهدی می رود و از او پرسش می کند اگر تو مهدی هستی، عصای جدت پیامبر، انگشتر و پیراهن و زره او به نام فاضل، عمامه اش به نام سحاب، اسبش یربوع، شترش غضبا، قاطرش دلدل، الاغش یعفور و اسب اصیلش براق و قرآنی را که علی ابن ابی طالب جمع‌آوری کرده باید نشان دهی. مهدی تمام آنها را به سید حسنی نشان می دهد. سید حسنی عصای پیامبر را گرفته و به سنگ سختی می زند و سنگ بیدرنگ مانند درخت سبز می شود و شاخ و برگ در می آورد. آنگاه سید حسنی و لشکریانش با امام مهدی بیعت می کنند. ولی 40,000 نفر از شیعه زیدیه با امام مهدی بیعت نمی کنند و اعمال او را سحری بزرگ می دانند. امام قائم 3 روز برای آنها موعظه می کند و چون آنها در عقیده خود پابرجا می مانند، همه آنها را می کشد. در این زمان حسین ابن علی با 12,000 نفر از پیروان وفادار شیعه گری و 72 نفر افرادی که در کربلا همراه او کشته شدند آشکار می شوند. سپس علی ابن ابی طالب ظهور می کند و دستور می دهد خیمه ای در نجف روی 4 پایه ای برای او بنا کنند. 1 پایه این 4 پایه در نجف، پایه دیگرش در حجر اسماعیل، 1 پایه اش در صفا و پایه 4می‌اش در سرزمین مدینه است. آنگاه محمد ابن عبدالله با انصار و مهاجران و افرادی که به وی ایمان آوردند و در رکاب او شهید شدند ظهور می کنند. پس از آن محمد همه مخالفان خود و آنهایی که پیامبری او را مسخره و با او جنگ کردند و نیز افرادی را که بر ضد هر امامی عملی انجام داده اند زنده می کند تا انتقام اعمالی را که از بعثت خود تا ظهور مهدی بر ضد هر امامی انجام شده از آنها بگیرد. همه ائمه جلوی پیامبر گرد می آیند و یکایک شکایت می کنند که فرمانروایان ستمگر ما را از وطن بیرون راندند، حبس کردند و کشتند. در این هنگام پیامبر به گریه می افتد و می گوید ای فرزندان من، هرچه به شما رسید بیشتر از آن به سر جد شما آمد.
آنگاه فاطمه زهرا از ابوبکر و عمر درباره غصب ملک خود فدک، آتش زدن در خانه‌اش، شلاق خوردن بازویش و سقط جنین فرزند 6 ماهه‌اش محسن شکایت می‌کند. نکته جالب اینجاست که زمانی که نویسنده کتاب مهدی موعود درباره حمله عمر به خانه علی بن ابی طالب خامه فرسایی می‌کند، می‌نویسد در این رویداد علی بن ابی طالب به فاطمه زهرا گفت: ای دختر پیامبر، مبادا مقنعه خود را از سر برداری و نفرین کنی، زیرا اگر چنین عملی انجام دهی خداوند همه افراد حتی پرندگان روی زمین را هلاک می کند و حتی 1 نفر زنده نمی ماند که خبر رسالت محمد، موسی، عیسی، ابراهیم، نوح و آدم را به دیگران بدهد. پس از فاطمه زهرا، علی بن ابی طالب و سپس حسن بن علی از ستم‌هایی که بر آنها گذشته است به محمد بن عبدالله شکایت می‌کنند. سپس نوبت حسین بن علی فرا می‌رسد. حسین با بدن آغشته به خون به همراه یارانش جلوی پیامبر می‌ایستد و زبان به دادخواهی می‌گشایند. محمد زار زار می‌گرید و از گریه او اهل زمین و آسمان می‌گریند. آنگاه فاطمه زهرا برمیخیزد و از خدا میخواهد که بر طبق وعده‌اش از کسانی که به او ظلم کرده اند انتقام بگیرد. در این زمان فرشتگان 7 آسمان و حاملان عرش الهی و ساکنان هوا و اهل دنیا و آنهایی که در زیر طبقات زمین هستند با ناله و فریاد میگریند و به خدا شکایت میکنند. در آن روز قاتلان و ستمگران به خاندان علی 1000 بار کشته می شوند. آنگاه علی بن حسین و امام محمد باقر از امت خود، امام جعفر صادق از خلیفه عباسی منصور، موسی بن جعفر از هارون و علی بن موسی از مأمون و فرزند او و محمد بن علی از معتصم و فرزندش و علی بن محمد از متوکل و فرزندش حسن بن علی از ستم‌های خلیفه دادخواهی می‌کنند. سپس نوبت مجازات عایشه فرا می‌رسد. امام قائم عایشه زوجه پیامبر را از قبر بیرون می‌آورد و به سبب اینکه به ماریه قبطیه یکی از زنان پیامبر نسبت زنا داده به او تازیانه می‌زند. امام مهدی قائم در واقع برای انجام 2 رسالت مهم ظهور می کند. یکی ریختن خون آنهایی که از دادن زکات خودداری می کنند و دوم سنگسار کردن زناکاران. بازنمود نویسنده در اقدامات اصلاحی و دادگرانه‌ای که امام مهدی قائم پس از ظهور می کند، نکاتی وجود دارد که بیش از اندازه شایسته ژرف نگری به نظر می رسد. 1. امام مهدی قائم پس از ظهور بازماندگان قاتلان حسین بن علی را که دوباره زنده شده اند خواهند کشت. نویسندگان افسانه‌های امام زمانسازی نوشته اند دلیل این امر آن است که بازماندگان قاتلان حسین بن علی از اعمال اجداد و پدران خود راضی بودند. دانشمندان جرم شناسی و جزا شناسی برای مجازات مجرمین و قانون شکنان جمع 3 عنصر را لازم می دانند. این 3 عنصر عبارتند از عنصر معنوی، عنصر قانونی و عنصر مادی. ولی اقدامات امام مهدی قائم در زمان ظهور چون الهی و آسمانی هستند، نشان می دهد که در آیین دادرسی امام زمان تنها وجود 1 عنصر برای مجازات خطاکاران کافی است و آن هم عنصر معنوی و یا قصد افراد است. و از همه مهمتر این که اثبات وجود عنصر مذکور نیز بستگی به استنباط خود امام دارد. به عبارت دیگر لازم نیست ثابت شود که آیا مجرم دارای قصد بوده یا نه، بلکه انتساب و پیوستگی خانوادگی انسان به تیره خانوادگیش برای اثبات قصد او و مجازاتش کافی و بسنده است. به راستی باید به چگونگی اندیشگری آنهایی که این افسانه ها را اختراع کرده
و نیز به چنین شیوه دادرسی و دادگری بالایش کرد و آفرین گفت. تاریخ نویسان عرب نوشتند حتی خود یزید ابن معاویه پس از کشتن حسین ابن علی از کرده خود پشیمان شد و به همین دلیل تقصیر و مسئولیت قتل حسین را به گردن عبیدالله ابن زیاد انداخت. با این حال فقها و ملایان در بیهودگویی‌های خود بازماندگان قاتلان حسین را به سبب رضایت از اعمال پدران و اجدادشان قابل مجازات مرگ می‌دانند. باید به راستی به حال افراد ملت بینوا و بیچاره‌ای که اختیار دین و آیین و اندیشگری‌های متافیزیکی خود را به این افراد سپرده‌اند گریست. 2. اقدام اصلاحی دیگر امام مهدی قائم آن است که ابوبکر و عمر را از قبر بیرون می آورد، آنها را زنده می کند و گناهان و جرائم و جنایاتی را که افراد بشر از زمان کشته شدن هابیل به دست قابیل تا لحظه دادرسی امام زمان مرتکب شده اند به گردن ابوبکر و عمر می اندازد و بدان سبب آنها را هزاران مرتبه می کشد. به راستی که باید این شیوه دادگری و دادرسی بیمانند و انسان منشانه را ستایش کرد. آنهایی که با تاریخ اسلام آشنایی دارند می‌دانند که اسلام روی پشتیبانی معنوی و مالی ابوبکر و درجه بعد نفوذ اجتماعی عمر جان گرفت. به گونه‌ای که اگر پشتیبانی این دو نفر نبود، محمد ابن عبدالله سرنوشت سایر پیامبرهای دروغینی را که یکی پس از دیگری ظهور کردند و بسیاری از آنها به دست خود او نابود شدند پیدا می‌کرد. گذشته از آن می‌دانیم که اسلام در زمان خود محمد از سرزمین عربستان فراتر نرفت، ولی در زمان ابوبکر و به ویژه عمر مرزهای امپراتوری‌های ایران و روم شرقی و کشور مصر را نیز در بر گرفت. محمد برای ابوبکر احترام بسیار قائل بود و به وی صدیق یعنی بسیار راستگو لقب داده بود. محمد حتی گفته است که ابوبکر را از تمام مردان عالم بیشتر دوست می داشته است. محمد ابوبکر را تا آخرین لحظه عمر گرامی می داشت، به گونه‌ای که حتی در رخت خواب مرگ ابوبکر را به جای خود برای برگزاری نماز به مسجد فرستاد و پیروان او این عمل محمد را دلیل گزینش ابوبکر به جانشینی او به شمار آوردند. از دیگر سو ابوبکر دختر خود عایشه را در سن 6 سالگی به عنوان همسر محمد به خانه او فرستاد و محمد در 9 سالگی او را به عقد ازدواج خود درآورد و بیش از سایر زنانش به عایشه عشق و علاقه می‌ورزید. عمر نیز دختر خود حفصه را به عقد ازدواج محمد درآورد و ام کلثوم دختر علی ابن ابی طالب را در سن 12 سالگی به همسری گزینش کرد. آن وقت ملاها و آخوندهای شیعه‌گری برای رونق دکان دین فروشی و شیعه‌گری خود به یاوه سرایی‌های مذکور که به راستی شنیدن و خواندن آنها در برابر واقعیت تاریخ اسلام مسخره است دست زدند. ولی به هر حال به نظر می رسد که اقدام قهرمانانه دادگرانه امام مهدی قائم برای یک طبقه از افراد مردم بی لطف و خاصیت نیست و آن هم طبقه مجرمین و جنایتکاران است، زیرا تمام جنایتکاران و زناکاران و یا گناهکاران جهان با توجه به تئوری آیین دادرسی امام مهدی می توانند از ارتکاب جنایاتی که مرتکب شده اند احساس مسئولیت کرده و مطمئن باشند که گناه جنایات آنها در پایان در دفتر ثبت گناهان ابوبکر و عمر واریز خواهد شد. 3. پس از ظهور امام مهدی قائم، علی ابن ابی طالب ظهور می کند و دستور می دهد خیمه ای برای او در نجف روی 4 پایه ای بنا کنند که یک پایه آن در نجف، پایه دیگرش در حجر اسماعیل، پایه سوم آن در صفا و پایه دیگرش در سرزمین مدینه است. این گونه افسانه سرایی ها نشان می دهد که ذهنیت ملایان هیچگاه از حدود و حوالی شبه جزیره عربستان یعنی مدینه و مکه و نجف فراتر نرفته است.
با توجه به اینکه امام مهدی قائم در زمان ظهور تمام دنیا را فتح کرده و در سراسر جهان قدرت خود را گسترش می‌دهد، چه بسا شایسته تر می بود که آخوندها در افسانه سازی های خود 4 پایه ای را تخیل می کردند که یک پایه آن در مکه، پایه دیگرش در نیویورک، پایه سومش در مسکو و پایه 4مش در سیدنی قرار داشته باشد. 4. امام مهدی قائم عایشه را از قبر بیرون می آورد، او را زنده می کند و به سبب اینکه به ماریه قبطیه یکی از زنان محمد نسبت زنا داده او را تازیانه می زند. تبلیغات دروغینی که فقها و ملایان شیعه‌گری بر ضد عایشه کرده اند در نوشته های تاریخ اسلام ویژگی به خودشان دارد و شگفت سایر مذاهب و فرقه های اسلامی را برانگیخته است. به گونه‌ای که در بالا شرح دادیم، ابوبکر در زمانی که عایشه 6 ساله بود او را به خانه محمد فرستاد. محمد در 9 سالگی با عایشه ازدواج کرد و در حالی که تمام زنان محمد غیر باکره بودند، عایشه یگانه دختری بود که در حالت باکرگی به عقد ازدواج محمد درآمد. عایشه لقب ام المؤمنین گرفته بود و حتی در زمانی که وی شبی را با صفوان ابن معطل سهمی در بیابان گذرانید و اصحاب مهم محمد و به ویژه علی ابن ابی طالب محمد را زیر فشار قرار دادند تا عایشه را طلاق بگوید، ولی محمد به سبب عشق و علاقه زیادی که به عایشه داشت از طلاق دادن او خودداری کرد و سرانجام آیه های 3 تا 26 سوره نور را از قول الله نازل کرد، مبنی بر اینکه عایشه در شبی که با صفوان ابن معطل سهمی در بیابان تنها مانده مرتکب گناهی نشده است. محمد تا آن اندازه به عایشه عشق و علاقه داشت که از بین تمام زنان حرم سرایش خانه عایشه را برای گذرانیدن آخرین لحظات عمرش گزینش کرد و در لحظه مرگ سرش را روی سینه عایشه گذاشت و آخرین نفسش را روی سینه عایشه بیرون داد. پس از درگذشت محمد نیز بر سر گزینش محل خاکسپاری او اختلاف نظر به وجود آمد و سرانجام به سبب عشق و علاقه وافری که به عایشه داشت او را در خانه عایشه دفن کردند. گذشته از آن، عمر در زمان خلافتش به سبب علاقه ویژه‌ای که محمد به عایشه داشت، مقرری ماهیانه او را 20,000 درهم که 2 برابر مقرری ماهیانه سایر زنان محمد بود تعیین کرد. با این وجود، ملایان شیعه‌گری که راه خود را از سایر فرقه ها و مذاهب اسلامی جدا کرده و عاشق تئوری های افسانه‌ای مذهبی خود ساخته خویش هستند، راستی های تاریخی را در جهت منافع خود تحریف کرده و عایشه را به جای سگلی محمد، شیطانه حرمسرای او معرفی می کنند و در افسانه سرایی های خود او را شایسته تازیانه های امام زمان می دانند. 5. چقدر جالب و دادگرانه است که حضرت امام مهدی قائم ظهور می‌فرمایند و به دادخواهی اهل بیت محمد با دقت گوش می‌دهند و همه آنهایی را که به خانواده محمد ستمگری کرده اند مجازات می‌فرمایند. ولی معلوم نیست چه کسی باید به دادخواهی دست کم افراد زیر گوش دهد و داد آنها را از ستمگران بگیرد. الف 800 نفر یهودیان طایفه یهودی بنی قریظه که محمد دستور داد گردن یکایک آنها را در یک روز بزنند و خود از صبح تا شام ناظر کشتن آنها بود. ب. زید بن حارث فرزندخوانده محمد که او عاشق همسرش زینب بنت جحش شد و با آوردن آیه های 4، 37 و 40 سوره احزاب او را از چنگ زید درآورد و به زنان حرم سرایش افزود. پ. ریحانه که محمد شوهرش را قصابی کرد و او را به حرم سرای خود برد و سرانجام ریحانه در سن 25 سالگی در حرم سرای محمد دقمرگ شد. ت. کنانت ابن ربی رهبر یهودیان خیبر که محمد برای وادار کردن او به افشای محل پنهان کردن جواهراتش زجر و شکنجه کرد و وی زیر شکنجه های محمد جان سپرد. 3. یهودیان ساکن خیبر که محمد آنها را کشت و اموالشان را چپاول و غارت کرد. ج.
کاروانسالار کاروانی که محمد برخلاف سنت عرب که خونریزی را در ماه‌های حرام نهی کرده است، در ماه رجب او را کشت و اموال آن کاروان را غارت کرد. چیم ابن صفیه که به اشاره محمد به دست محیص ابن مسعود در جلوی چشمان محمد کشته شد. کعب ابن اشرف و اسما بنت مروان که چون بر ضد محمد شعر می سرودند، هر دوی آنها به دستور محمد در خواب کشته شدند. اسما بنت مروان در هنگامی که نزد اطفالش خوابیده بود و طفل شیرخوارش در بغلش آرمیده بود، به وسیله دستیاران محمد به وضع دلخراشی کشته شد. فاطمه و علی ابن ابی طالب از ستم‌هایی که بر آنها گذشته است نزد امام مهدی قائم دادخواهی می‌کنند و او افرادی را که به فاطمه و علی ابن ابی طالب ستم کرده اند 1000 بار می‌کشد، ولی معلوم نیست آن همه افرادی که بیرحمانه به دست علی کشته شدند و از جمله 8000 نفر خوارجی که در دشت نهروان با فرمان علی قتل عام شدند نزد چه کسی باید دادخواهی کنند؟ به راستی اگر دنیای ما اللهی مانند آنچه که محمد در شاهکار پنداریش قرآن و ملایان شیعه‌گری در افسانه سرایی‌های خود تخیل کرده اند می داشت، چه وحشتناک و چه جنگل شگفت‌انگیزی می بود. 6. یکی از 2 سبب ظهور امام مهدی قائم ریختن خون آنهایی است که زکات نمی پردازند. بدیهی است که این وظیفه را باید رسالت بنیادی امام مهدی قائم برای ایجاد عدل و داد و گسترش عدالت در دنیا به شمار آورد. اجرای این وظیفه برای امام مهدی قائم تا آنجا اهمیت دارد که هرگاه چنین وظیفه‌ای برای مهدی قائم در سناریوی افسانه سازی‌های ملایان تخیل و پیشبینی نمی‌شد، وجود امام زمان و فلسفه ظهورش در اصل معنی و مفهوم خود را از دست می‌داد. زیرا در حالی که اهل تسنن معتقدند زکات باید به دولت پرداخت شود، فقها و علمای شیعه‌گری میگویند زکات باید به ملایان و آخوندها داده شود. بنابراین تردید نیست که کشته شدن افرادی که زکات نمی پردازند باید نخستین و مهمترین وظیفه اصلی و بنیادی حضرت مهدی قائم به شمار آید تا آخوند و ملایان خیالشان مطمئن باشد پولهای زکات امت شیعه پیوسته به جیبهایشان سرازیر خواهد شد. 7. اگرچه فرض است که امام مهدی قائم در هنگام ظهور بر تمام دنیا پیروز شود و بر سراسر دنیا مدت 19 سال حکم روایی کند، ولی از دیگر سو با توجه به اینکه در نوشته‌های فقها و علمای شیعه‌گری هر جا از امام زمان و ظهور او سخن به میان آمده، از مکه، مدینه، کوفه، نجف و حدود آن و همچنین بنی امیه، بنی عباس، خرما، نخل، ارباب، برده و جنام برده شده و در تمام افسانه‌های امام زمان سازی سخنی از دنیای غرب نرفته، تردید نیست که همانگونه که در متون قرآن آمده الله مکه و حدود و حوالی آن سبب این همه دگرگونی‌های منفی و ویرانگر خواهد شد. بنابراین اهالی این سوی آبهای دریای مدیترانه می توانند اطمینان داشته باشند که در زمان ظهور امام زمان قربانی تیغ برا و ستمگر و خونریز او قرار نخواهند گرفت. فصل 12. مرگ امام مهدی و پایان سلطنت او. مذهب سبب می شود که افراد مذهبی خود را با ارزش احساس کنند، نه اینکه به راستی با ارزش باشند. بنکینگ. پس از ظهور مهدی قائم، رجعت خاندان محمد آغاز می شود. کراجوکی در کنز الفوائد از قول امام جعفر صادق نوشته است: نخستین شخصی که پس از ظهور امام مهدی قائم رجعت می کند حسین ابن علی است. حسین با یک حرکت سریع و تشویش‌آمیز از قبر برمیخیزد و خاک سر و روی خود را میتکاند. امام مهدی قائم انگشتر خود را به حسین ابن علی خواهد داد. پس از حسین پدرش علی ابن ابی طالب و پس از او محمد ابن عبدالله از قبر بیرون میآیند. امام محمد باقر گفته است: امام مهدی قائم مدت 19 سال حکومت می کند.
وظیفه مهدی قائم آن است که ریشه دشمنان خاندان محمد و علی را از روی زمین برکند، ستم و بیدادگری را از دنیا ریشه کن و عدل و انصاف را جانشین آن سازد. امام مهدی قائم پس از انجام وظایف مذکور سرانجام به دست یک زن ریشدار کشته می شود. پس از کشته شدن امام مهدی قائم، حسین ابن علی مدت 309 سال به نام امام منتصر در جهان سلطنت می کند. پس از حسین ابن علی زمان حکومت علی ابن ابی طالب فرا می رسد و او مدت 44,000 سال به نام امام صفوه سلطنت می کند. آنگاه نوبت سلطنت محمد ابن عبدالله فرا می رسد. وی مدت 50,000 سال سلطنت خواهد کرد. پس از او دوباره علی ابن ابی طالب رجعت و سلطنت می کند. این دور و تسلسل تا آن اندازه ادامه می یابد که باز در زمانهای آینده ائمه‌ای به وجود خواهد آمد و پس از آنها همین موعود باز هم ظهور خواهد کرد. بازنمود نویسنده. در اینجا نیز شیخ علی دوانی مترجم کتاب مهدی موعود از ذکر ارقام نجومی مذکور و شرح این همه یاوه‌های تماخر آمیزی که داستان نویسان کودکان نیز از به کار بردن چنین ارقام نابخردانه‌ای درباره عمر انسانها آزرم دارند به هراس افتاده و از این رو در زیرنویس نوشته است: ممکن است هدف از ارقام مذکور کنایه از سلطنت طولانی افراد مذکور باشد و به فرض اینکه ارقام بالا به معنی حقیقی آن به کار رفته باشد، تحقق چنین رویدادهایی از قدرت خداوند دور نیست. به گونه‌ای که در یکی از گفتارهای پیشین گفتیم، به نظر می رسد که این شیخ جزمی مغز نمی داند که بر طبق تئوری یونیفرمیترنزم که مورد تایید داروین، انیشتین، اسپنسر، لایل و سایر دانشمندان شهیر و برجسته جهانی است، در تمام درازای تاریخ بشر تاکنون کسی ندیده است که خداوند هیچ عملی خارج از قوانین و مقررات و اصولی که بر نظام جهان حکومت می‌کنند انجام دهد. و این یاوه‌های نابخردانه تنها فراوردی صنعت افسانه‌سازی‌های مذهبی است. اندیشه‌ای که خداوند می‌تواند انسانی را در شکم ماهی پنهان کند و یا انسانی روی بالهای تخیلی یک فرشته می‌تواند به آسمان‌ها مسافرت نماید، از گونه اندیشه‌گری‌های کودکانی است که در خانواده‌های بیابانی بدون فرهنگ و جزمی مغز پرورش یافته‌اند. نکته مهم دیگر در این بحث آن است که اگر به راستی خدای این عالم الله نهاد می بود و انسان عزیزی را هزاران سال در سردابه‌ای پنهان می کرد و پس از آن او را ظاهر می نمود تا دنیا را پر از عدل و داد کند و پس از آن که وی مأموریت خود را به انجام رسانید خونش را به دست زن ریشداری به زمین می ریخت، دنیای ما چه جنگل دیوان سرشت شگفت‌انگیزی می بود. گذشته از تمام این مطالب، آیا خداوندی که بر پایه گفته آیه 31 سوره رعد اگر بخواهد همه افراد بشر را به راه راست هدایت می کند تا آن اندازه الله نهاد است که تنها یک طبقه از بندگان تازی خود یعنی محمد و علی و خاندان آنها را بر سایر آفریده های خود حکم روا می کند تا آنها بیرحمانه خون سایرین را بر زمین بریزند؟ نتیجه‌ای که از این همه افسانه سرایی‌های کودکانه بازیافت می‌شود آن است که فقها و علمای شیعه‌گری به این سبب با اندیشه‌های فضایی خود به صنعت داستان سرایی‌های رویایی مذکور پرداختند تا این عقیده را در ذهن پیروان شیعه‌گری سنگی کنند که سلطنت دائمی در این دنیا و نیز ورود به بهشت خیالی که پر از دختران همیشه باکره و پسران زیبارو بوده و در آنجا به بهشتیان شراب زنجبیل داده می شود در اختیار محمد و خاندان او می باشد. بدین ترتیب ترس از مجازات به وسیله فرمانروایان خاندان محمد و علی و وحشت از سوخته شدن در آتش جهنم پیوسته مانند شمشیر داموکلس بالای سر شیعیان آویزان خواهد بود و ترس و وحشت مذکور سبب خواهد شد که شیعیان محمد و علی و خاندان آنها و نایبانشان یعنی آخوندها و ملایان را مالک و صاحب اختیار زندگی جنبندگان روی زمین بدانند.
در نتیجه ایجاد این اندیشه‌گری در ذهن پیروان شیعه، آخوند و ملا اطمینان خواهند داشت که پیوسته از خر مراد سواری خواهند گرفت. شیعیان خردباخته همیشه فرمانبردار آنها خواهند بود و پولهای خمس و زکات و سهم امام و رد مظالم بدون درنگ به جیب آنها روانه خواهد شد. فرپیوست. امام زمان را باید با روزهای غیر فصلی شناخت. میرزا محمد استرابادی، نویسنده کتاب منهج المقال و یا رجال بزرگ از علمای بزرگ مکه می نویسد: شبی من دور خانه خدا طواف می کردم که ناگاه متوجه شدم جوان خوش سیمایی وارد آن محوطه شد و شروع به طواف به دور خانه کعبه نمود. هنگامی که آن جوان به من نزدیک شد، یک دسته گل سرخ به من داد. من گل سرخ را بوییدم و با توجه به اینکه در آن فصل چنین گلی یافته میشد، گفتم: آقا، این گلها را از کجا تهیه کرده اید؟ جوان مذکور پاسخ داد: از خرابات. و پس از بیان عبارت مذکور از نظرم غایب شد و من دیگر او را ندیدم. مجلسی در زیرنویس شرح مذکور می نویسد: به طوری که سمعانی در انساب گفته است، خرابات نام جزیره است در اقیانوس اطلس که علما، دانشمندان و محدثین بسیاری از آنجا برخاستند. بازنمود نویسنده. بدیهی است که خوانندگان اندیشمند خود از این لامایی‌ها حدیث شایسته خواهند خواند، ولی بی مناسبت نیست در جهت تخیل این آخوند افسانه پرداز توضیح دهیم که اقیانوس اطلس یکی از 3 اقیانوس این جهان و از لحاظ وسعت پس از اقیانوس آرام دومین اقیانوس جهان به شمار می رود. به طوری که آگاهی داریم دنیای ما 4000 سال تاریخ نوشته دارد، 2000 سال پیش از میلاد مسیح و 2000 سال پس از آن. حال اگر در تمام طول این 4000 سال برای نمونه یک کتاب نوشته سند یا مدرکی وجود داشته باشد که نشان دهد نه تنها در پهنه اقیانوس اطلس بلکه در تمام دنیا جزیره‌ای به نام خرابات که یک واژه عربی است در گذشته وجود داشته و یا در حال حاضر وجود داشته باشد، نویسنده این کتاب خرد و شعور انسانی خود را قربانی شیاد لفظی‌های قهرمانان افسانه پرداز چنین یاوه‌هایی کرده و قبول خواهد نمود که محمد ابن عبدالله شبی به عرش پرواز و یا معراج کرده و در آسمان هفتم با خداوند شیر برنج مصرف نموده است. آیا تئوری امام زمان یک اندیشه پیشرفته و یا یک فکر پوسیده و پسگراست؟ محمد جواد مغنیه در آغاز نوشتار خود زیر عنوان زمامدار آینده مطلبی شرح داده که نمودار روشن و کامل طرز فکر واپسگرای مذهب شیعه گری است. تمام هنر نویسنده مذکور در آن است که چگونه اندیشه‌گری واپسگرای مکتب تشیع را تنها در 4 خط به خوبی تصویر کرده است. محمد جواد مغنیه در این باره می نویسد: باید با یقین کامل به این واقعیت اذعان داشت که شکافتن تونل‌ها و استعمال برق و تلفن و سیاحت به دور زمین و مبارزات احزاب سیاسی با یکدیگر و مجادله در مجالس قانونگذاری و ایجاد مدارس و دانشگاه‌ها را گروهی افراد نادان یا نیمه دانا به امید ورود به شهر زندگی انجام می‌دهند. همان نویسنده در صفحه‌های بعد شاهکار ادبی و فلسفی خود می‌نویسد: فکر امام مهدی که زمین را پر از عدل و داد می‌کند یک فکر پیشرفته و مطابق با موازین علمی است. بازنمود نویسنده. در بدایت امر چنین به نظر می رسد که نویسنده مذکور انسان کانا، پریشان مغز و کهنه پرستی است که از درک آثار و نتایجی که پیشرفت دانش، صنعت و تکنولوژی در شکوفا کردن زندگی فردی و اجتماعی انسان و همچنین افزایش ارزش‌های اخلاقی او داشته محروم مانده و مغز پوسیده و واپسگرایش در هزاران سال پیش زندگی می کند. ولی حقیقت آن است که وی در راستای خود باید نویسنده‌ای اندیشمند و خردگرا باشد
زیرا اگر هنرپیشگان مذهبی این افکار زهراگین و واپسگرا را به مغز پیروان خود تلقین و تزریق نکنند و آنها را در خام مغزی قرار ندهند، به آسانی نخواهند توانست فراورده‌های صنعت دغلی شیعه‌گری و امام زمانسازی را به آنها بفروشند و در نتیجه دکان دینداری آنها تخته و بساط مفتخوری و کلاشی آنها برچیده خواهد شد. شیخ فضل الله نوری نیز که روح الله خمینی به او لقب شهید مظلوم داده است، زمانی که در عبدالعظیم متحسن شده بود و فعالیت‌های ضد مشروطه را هدایت می‌کرد، در روزنامه‌ای که بدین مناسبت منتشر می‌کرد نوشته است: ما ثابت خواهیم کرد که پارلمان‌های اروپایی و قوانین اساسی مربوط به آنها با روح اسلام به هیچ وجه سازگاری ندارند. اعمال و کرداری از قبیل آتشبازی، ضیافت‌های هیئت‌های سیاسی خارجی، رواج آداب و رسوم بیگانگان، سر دادن فریادهای هورا، نوشتن شعارهای زنده باد، زنده باد، مانند زنده باد تساوی و برادری، همه از مظاهر زندگی فرنگیان غربی میباشد که با آداب و رسوم مقدس اسلام ابداً سازگاری و انطباق ندارد. معجزه دانش پزشکی امام زمان. هیچ کس پس از عطسه تا 3 روز نخواهد مرد. شیخ صدوق در کتاب کمال الدین از مظفر علوی، از ابن عباس، از پدرش آدم ابن محمد بلخی، از علی ابن حسن ابن علی، از ابراهیم ابن محمد علوی نقل کرده است که نسیم خادم امام حسن عسکری پس از تولد امام زمان یک شب نزد او رفته و ناگهان دچار عطسه شده است. مهدی نوزاد به او گفته است: یرحمک الله، و سپس افزوده است: آیا میل داری درباره عطسه به تو مژده‌ای بدهم؟ نسیم گفته است: البته. مهدی نوزاد اظهار داشته است مژده آن است که عطسه تا 3 روز آدمی را از مردن حفظ می کند. بازنمود نویسنده. شگفتا که غربی‌های ثروتمند ولی کافر و نادان از گنج دانش‌های معجزه آور نهفته اسلامی برای درمان بیماری‌های بی‌درمان مانند سرطان، ایدز غافل مانده و سالیانه میلیون‌ها دلار برای یافتن روش درمان بیماری‌های مذکور در آزمایشگاه‌ها هزینه می‌کنند. حال ممکن است یک خواننده راستنگر به این اندیشه بیفتد که کشورهای غربی و غیر مسلمان به کنار، چرا خود کشورهای اسلامی با اختراع یک کپسول و یا یک ماده عطسه آور جلوی مرگ و میر را در کشورهای خود نمیگیرند و برای درمان بیماریهای خود به پزشکی پیشرفته کشورهای غربی متوسل شده و این همه پول برای درمان بیماریهای خود در این کشورها هزینه می‌کنند. پاسخ به چنین پرسشی جزء دانش‌های لدنی است که بدون تردید این نویسنده را از آن دانشی نیست. نکته دوم در این بحث آن است که به نظر می‌رسد الله تازی‌ها خدای غیر عادل، ستمگر و تبعیض‌کار باشد. زیرا چگونه است که چنین دانش معجزه آفرینی را در مغز یک کودک نوزاد تازی قرار می‌دهد ولی آن را از مغز دانشمندان برجسته سالخورده غربی که 10 سال در آزمایشگاه‌های پزشکی برای کشف روش بیماری‌های بی‌درمان و کمک به بشریت جان تلف کرده اند برکنار و پنهان نگه می‌دارند. نکته دیگر در خاصیت عطسه برای رهایی از مرگ آن است که گویا حضرت مهدی قائم که به کلیه دانش‌های روی زمین آگاهی دارند فراموش فرمودند که محمد ابن عبدالله شبلی در کتاب المرجان فی احکام الجن نوشته است عطسه از مخلوقات شیطان است. شاید هم این نویسنده نادان و خودسر از این گفته که هیچ کس پس از عطسه تا 3 روز نخواهد مرد ناآگاه بوده است. آیا گفتارهای پیامبر و امامها ارزشمندتر است یا پدیده‌های دانش و خرد؟ محمد جواد مغنیه در تفاوت بین دانشمند و پیامبر می‌نویسد: وظیفه دانشمند آن است که کنجکاوی کند، مطالب کتاب‌ها را زیر و رو نماید، به استادان و راویان مراجعه و بر قرائن و ظواهر الفاظ تکیه کند و پس از ناامیدی از اینکه جز آنچه فهمیده مطلب دیگری کشف نخواهد کرد فتوا می‌دهد و به رأی خویش عمل می‌کند. گاهی اوقات هم به وسیله شبهه‌ای که در خیال دارد اشتباه می‌کند.
ولی پیامبر گفتارهای خود را از کتاب و یا ابو هریره نقل نمی کند، بلکه آنها را به وسیله جبرئیل از خدا نقل می کند. پیامبر نمی گوید چنین دیدم و چنین فهمیدم. به همین دلیل پیامبر از حکمی که می دهد هیچگاه بر نمی گردد، زیرا بازگشت از گفتار و دگرگون کردن اراده مربوط به رأی و عقیده شخصی است. اما چون پیامبر هرچی که می گوید از جانب خدا به وی وحی می شود و کلام خدا حقیقت محض و غیر قابل تغییر است، از این رو پیامبر از گفتار و اراده خود بر نمی گردد. بازنمود نویسنده. درباره نوشته این نویسنده چند نکته را باید یادآور شویم. 1. ابن شخص چون به نوشتن کتاب دست زده، بدون تردید باید نسبت به دیگران باسواد و صاحب قلم باشد. آن وقت در جایی که مغز یک نویسنده شیعه‌گری و به اصطلاح فاضل چنین اندیشه‌گری‌ها و تراوش‌های نابخردانه‌ای داشته باشد، می توان به چگونگی کوته مغزی، کهنه پرستی و واپسگرایی ذهنی ملایان عادی که از بالای منبرها با عقل و شعور مردم بازی می کنند پی برد. 2. آنجا که شیخ محمد جواد مغنیه می نویسد وظیفه دانشمند آن است که کنجکاوی کند، مطالب کتابها را زیر و رو نماید، به استادان و راویان مراجعه و بر قوائن و ظاهر الفاظ تکیه کند، توجه ندارد که گذشته از دانش‌های فیزیکی که بر پایه فرمول‌های آزمایش شده و ثابت و تغییر ناپذیر به وجود آمده اند، حتی پدیده‌های رشته‌های مختلف دانش‌های اجتماعی نیز نخست در آزمایشگاه‌ها مورد آزمون‌ها و تجربیات گوناگون آماری و علمی قرار می‌گیرند و اگر ارزش راستین علمی آنها تأیید شد، آن وقت شکل پدیده علمی پیدا می‌کنند. مفهوم عقیده شیخ محمد جواد مغنیه و فقها و ملایان آن است که تمام گفته‌های بی‌پایه و تماخر آمیزی که از دهان پیامبر و امام‌ها خارج شده باید به عنوان کلام الهی و پدیده بدون چون و چرای راستین مورد پذیرش قرار گیرد. برای مثال، زمانی بزمجه پخته‌ای در سفره محمد گذاشته بودند، ولی او به آن لب نزد و اظهار داشت این موجودات در زمانهای بسیار قدیم انسان بودند و سپس به بزمجه تبدیل شدند. اگر بخواهیم به منطق علما و فقهای شیعه‌گری درباره حدیث مذکور گوش دهیم، باید چون این گفته هزل‌آمیز از زبان پیامبر درآمده، آن را به عنوان حجتی راستین و بدون تردید پذیرا شویم، ولی پژوهش‌های علمی 100 ساله اخیر که از زمان چارلز داروین آغاز شده، درست خلاف این تئوری را نشان می‌دهد. زیرا تئوری تکامل داروین و پژوهش‌هایی که به دنبال تئوری مذکور انجام گرفت، ثابت کرد که هر ارگانیسمی در این دنیا بر پایه تئوری تکامل تدریجی و قواعد و روش‌های منظم و ثابت به شکل موجود خود تکامل یافته و هیچ ارگانیسمی از میزان تکاملی که به آن دست یافته به قهقرا برگشت نخواهد کرد. در صورتی که گفته هزل‌آمیز محمد درباره تناسخ انسان به بزمجه درست مخالف تئوری علمی تکامل است. حال آیا کدام دلیل و منطقی به غیر از گفته‌های بی‌پایه و تماخر آمیز ملایان می‌تواند بگوید که تئوری تناسخ انسان به بزمجه بر تئوری علمی تکامل چارلز داروین، هربرت اسپنسر و چارلز لایل برتری دارد؟ نکته جالب و مسخره آمیز دیگر، یکی از توصیه‌های پزشکی محمد ابن عبدالله درباره تب ادواری است. محمد گفته است تب بر اثر آتش جهنم ایجاد می شود، اما آب سرد آن را سرد و خنک خواهد کرد. البته باید در نظر داشت که محمد ابن عبدالله خود در 2 هفته پایان عمرش از تب شدیدی رنج می برد و معلوم نیست اگر توصیه او درباره علت تب درست باشد، آتش جهنم چگونه بدن پیامبر خدا را لمس کرده است. مثال دیگر توصیه است که محمد درباره رویا به پیروانش کرده است. محمد درباره رویا گفته است: هر زمانی که شما خوابی می‌بینید که به نظرتان بد و نامطلوب می‌آید، 3 مرتبه به سمت چپ خود تف کنید و از خدا بخواهید شما را درباره جنبه نامطلوب خواب و شیطان حفظ کند.
همچنین کسی که خواب بد می‌بیند اگر روی سمت راست بدن خوابیده است باید به سمت چپ بدن و اگر روی سمت چپ بدن خوابیده است باید روی سمت راست بدن تغییر جهت دهد و رویایش را نباید با هیچ کس در میان بگذارد. این کار سبب خواهد شد که اثر نامطلوب رویا از بین برود. این عقیده محمد ابن عبدالله، یک تازی نوعی سده 6 میلادی درباره رویاست. حال باید از او بسیار سپاسگزار بود که گوهرهای فضل و کیاستش را درباره رویا به شکل وحی از جانب خدا بیان نکرده و آن را در قرآن نیاورده است. به طور یقین ملایان این گفته تماخر آمیز را درباره رویا چون از زبان محمد شنیده شده به قول خودشان عقلی و ارزش آن را بالاتر از پژوهش‌های علمی درباره رویا می‌دانند. ولی زیگموند فروید، پدر روانشناسی عصر جدید، برای نخستین بار مکانیسم روانشناسی رویا را در کتاب تعبیر خواب خود بازشکافی نمود و سایر روانشناسان شهیر پس از او نیز با تجربیات علمی و آزمایشگاهی پژوهش‌های او را در این باره تأیید و تکمیل کردند. چکیده نتایج پژوهش‌های تجربی و آزمایشگاهی دانشمندان مذکور به شرح زیر است. در هنگام بیداری، روان آگاه ما در سطح آگاهی ذهنی و روان ناآگاهمان در ژرفای درونی مشغول فعالیت هستند. هنگامی که ما به خواب می رویم، روان آگاهمان بی حرکت و روان ناآگاهمان در سطح ظاهری و بیرونی فعال می شود. بدین ترتیب هر حرکتی که ما در خواب انجام می دهیم و از جمله رویاهای ما در خواب نتیجه فعالیت‌های روان آگاه ما می باشند. رویاهای ما اصولاً وسیله‌ای هستند که سبب رهایی ما از امیال واپس زده و کوفتگمان می شوند. رویاهای ما همیشه در شکل‌ها و پوشش‌های غیر راستین و مسخ شده رخ می دهند. زیرا اگر امیال واپس زده و کوفته شده ما از شکل‌های راستین خود در هنگام خواب بروز کنند، تحمل آنها برای ما غیر ممکن بوده و خواب و آرامش را از ما سلب می کنند. به عبارت دیگر، رویاهای ما نتیجه کشش‌ها و نیروهای منفی، پدیده‌های دردآور و نامطلوبی هستند که با خاطرات رویدادهای روزانه زندگی ما آمیزش پیدا می کنند و در هنگام خواب که روان آگاه ما بی حرکت شده و روان ناآگاهمان در پهنه مغز فرمانروایی به دست می آورد، به عنوان رویا در پوشش‌های غیر واقعی به ظهور می پیوندند. نقش و مکانیسم رویا در بهداشت روانی و همچنین درمان ناراحتی‌های روانی افراد بشر تا آنجا اهمیت دارد که امروزه بسیاری از روانشناسان بالینی ناراحتی‌های روانی بیماران خود را با بازشکافی رویاهای آنها درمان می‌کنند. و حتی در دانش هیپنوتراپی در حالت هیپنوتیزم به بیماران روانی رویاهایی که با ناراحتی روانی آنها ارتباط داشته باشد القا کرده و بر پایه رویاهای مربوط ناراحتی‌های روانی آنها را تشخیص می‌دهند و درمان می‌کنند. آن وقت محمد ابن عبدالله به سادگی گفته است: اگر خوابهای شما نامطلوب هستند 3 مرتبه به سمت چپ خود تف کنید، پهلو به پهلو شوید و موضوع رویای خود را با دیگران در میان نگذارید. بیچاره افراد جامعه اسلامی نیز چون این تماخره از زبان محمد درآمده است، به قول شیخ محمد جواد مغنیه باید ارزش آنها را بالاتر از ارزش پژوهش‌های علمی به شمار آورند. 3. نکته جالب دیگری که محمد جواد مغنیه در گفتار خود ذکر کرده است آن است که پیامبر از حکمی که می‌دهد هیچگاه بر نمی‌گردد، زیرا هرچه می‌گوید از جانب خدا به او وحی می‌شود و کلام خدا حقیقت محض و غیر قابل تغییر است. این شخص نادان و یا حیله‌گر یا قرآن را نخوانده و یا آنقدر در عوام فریبی بی آزرم است که از متن قرآن نیز با دیده بی‌اعتنایی می‌گذرد. زیرا متون قرآن سرشار از مواردی است که محمد ابن عبدالله از قول الله رأی و عقیده‌اش را تغییر داده و حتی بعضی آیه‌های پیشین قرآن را با نزول آیه‌های جدید لغو کرده و گناه آن را به گردن الله بی زبان و بدون پدافند خود انداخته است.
نمونه آیات و احکام مذکور به شرح زیر است. آیه 50 سوره احزاب میگوید: ای پیغمبر، ما زنانی را که مهرشان ادا کردی بر تو حلال کردیم و کنیزانی را که به غنیمت خدا نصیب تو کرد و ملک تو شد و نیز دختران عمو و دختران عمه و دختران خالو و دختران خاله آنها که با تو از وطن خود مهاجرت کردند و نیز زن مؤمنه‌ای که خود را بدون شرط و مهر به تو ببخشد و رسول هم به نکاحش مایل باشد که این حکم مخصوص توست، نه مؤمنانی که ما می‌دانیم درباره زنان و کنیزان ملکی آنها چه مقرر کرده ایم. این زنان که همه را بر تو حلال کردیم بدین سبب بود که بر وجود تو در امر نکاح هیچ زحمتی نباشد و خدا را بر بندگان رحمت است. حکم آیه مذکور که محمد را مجاز کرده است بدون رعایت مقررات ازدواج که برای سایر بندگان مؤمنش وضع کرده، هر زنی را که اراده کرد در اختیار خود درآورد، اصحاب نزدیک محمد مانند ابوبکر و عمر و همچنین سگلی حرمش عایشه را برآشفت و آنها به محمد اعتراض کردند که این چگونه خدایی است که این چنان او را آزاد می‌گذارد تا هر زنی را که اراده کند در اختیار خود درآورد. محمد در برابر اعتراض آنها بدون پدافند ماند و لذا حکم آیه مذکور را با نزول آیه جدیدی که آیه 52 سوره احزاب قرآن را تشکیل داده است به شرح زیر لغو نمود. ای رسول، پس از این دیگر نه هیچ زنی بر تو حلال است و نه مبدل کردن این زنان به زن دیگر، هرچند که از حسنش به شگفتایی و در نظرت بسیار زیبا آید، مگر که کنیزی که مالک شوی و خدا بر هر چیز مراقب و نگهبان است. همچنین در قرآن آیاتی وجود دارد که آشکارا از نسخ و لغو آیات پیشین سخن میگوید. برای مثال آیه شماره 106 سوره بقره میگوید: ما امری یا آیه‌ای را نسخ نمی کنیم و یا حکم آن را متروک نمی سازیم مگر اینکه بهتر از آن یا مانند آن را بیاوریم. آیا مردم نمی دانند که خدا بر هر چیزی قادر است؟ آیه 101 سوره نمل نیز می گوید: و ما هرگاه آیه‌ای را از راه مصلحت نسخ کنیم به جای آن آیه دیگری می آوریم و خدا بهتر می داند چه چیزی نازل کند. ذکر همین چند آیه برای نمونه کافی است نقاب از چهره سالوس پیشه آخوندها و شیوخی چون شیخ محمد جواد مغنیه بردارد و یا مغز کانا و واپسگرای آنها را رو باز کرده و ثابت کند در قرآن چه بسیار مواردی هست که پیامبر و الله او که زاییده نهاد آسمند خودش می باشند به کرات، به نسخ و ابطال و تغییر رأی و عقیده خود پرداختند. گذشته از آن، آیا می توان از خداوندی که فرض آن است که گفتار و اعمالش بدون اشتباه و شبهه ناپذیر و حرف و نظر و فرمانش بهترین و یگانه باشد انتظار داشت نخست فرمان اشتباهی صادر کند و سپس با فرمان بعدی آن را لغو و نسخ و اصلاح نماید؟ به علاوه قرآن پر است از تضادهایی که خود می تواند موضوع یک کتاب جداگانه باشد. معجزه امام زمان در درمان زخم نشیمن با دعا. محمد ابن یعقوب کلینی در کتاب اصول کافی که یکی از 4 کتاب مقدس فقه شیعه گری است می نویسد: محمد ابن یوسف گوید در نشیمنگاه هم زخمی پیدا شد. من آن را به پزشکان نشان دادم و پولها خرج کردم. همه پزشکان گفتند آنها دارویی برای درمان زخم مذکور سراغ ندارند. ناچار نامه‌ای به حضرت قائم علیه السلام نوشتم و از ایشان تقاضا کردم برای درمان زخم نشیمنگاه هم دعا کنند. آن حضرت به من نوشتند: خدا تو را لباس عافیت پوشاند و در دنیا و آخرت همراه ما دارد. هنوز 1 هفته از دریافت نامه آن حضرت نگذشته بود که عافیت یافتم و نشیمنگاه هم مانند کف دستم شد. پس از آن روزی یکی از دوستان خود را که پزشک است دیدار کردم و موضع را به او نشان دادم. وی اظهار داشت ما برای زخمی که تو در نشیمنگاه داشتی دارویی سراغ نداریم. داخل پرانتز یعنی زخم تو از راه معجزه بهبودی یافته است نه از راه دوا. بازنمود نویسنده: بدون تردید حضرت مهدی قائم با علم لدنی خود از مسائل و مشکلات بسیاری سر در می آورند که درک و دانش آن در دسترس و اختیار افراد عادی نخواهد بود.
شیعه‌گری و امام زمان، دکتر مسعود انصاری. راوی نسیم. تهیه شده در کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. چگونگی اندیشه‌گری و داوری حسین بن علی امام سوم شیعیان درباره ایرانیان. در فصل اول این کتاب شرکت حسین بن علی امام محبوب شیعیان در جنگ طبرستان بر ضد ایرانیان و کشتارهایی که حضرت ایشان از مردم طبرستان کردند بنابر نوشته دکتر حسن ابراهیم حسن شرح داده شد. در این گفتار توجه خوانندگان ارجمند را به مطلبی که حاج شیخ عباس قمی از قول زریث بن عبدالملک در کتاب سفینة البحار درباره امام حسین و طرز فکر او نسبت به ایرانیان شرح داده به نگارش می‌آوریم. حاج شیخ عباس قمی در کتاب سفینة البحار می‌نویسد: زریث بن عبدالملک می‌گوید از حسین بن علی شنیدم که گفت ما از تبار قریش هستیم و هواخواهان ما عرب و دشمنان ما ایرانی ها هستند. روشن است که هر عربی از هر ایرانی بهتر و بالاتر و هر ایرانی از دشمنان ما هم بدتر است. ایرانی ها را باید دستگیر کرد و به مدینه آورد، زنانشان را به فروش رسانید و مردانشان را به بردگی و غلامی اعراب گماشت. بدون تردید میتوان گفت اقدامی که شاهان دودمانهای صفوی و قاجار در رواج معتقدات شیعه‌گری در کشور ما به عمل آوردند، بیش از آنچه که خود امام حسین انتظار داشت، به توصیه انسانمنشانه اش درباره مردم ایران جامعه عمل پوشانید. زیرا امام حسین تنها توصیه کرد که تازیهای عربستان ایرانیان را به بردگی بگیرند، ولی با آداب و رسومی که در کشور ما برای مراسم عزاداری امام حسین رواج گرفته، هم میهنان ما در آن سوی وظایف برده و غلام نسبت به ارباب خود در مراسم عزاداری امام حسین سر خود را میشکافند، زنجیر به بدن خود میزنند، بر سینه میکوبند و بدنشان را با گل میپوشانند. بدن یک برده معمولاً برای مدت محدودی در خدمت ارباب به کار گرفته می شود. ولی هم میهنان ما زیر افسون دکانداران و دلالان شیعه‌گری عادت کرده اند در فرازی به مراتب پایین تر از برده بدن و مغز و خرد خود را در راه رویداد کشته شدن حسین تازی به دست رقیبش قربانی کنند. شاید در فرهنگ مذهبی ما ایرانیان حتی یک مورد فردی و یا اجتماعی نیز وجود نداشته باشد که اندیشه کشته شدن حسین در آن اثری نگذاشته باشد. برای مثال و نمونه، ایرانیان عادت کردند هنگام نوشیدن آب بگویند فدای لب تشنه‌ات شوم یا ابا عبدالله. البته برخی اوقات نیز گفتار لعنت بر یزید را بدان می‌افزایند. کمتر خانواده ای در ایران یافت می شود که دست کم هفته ای یک بار روزخوانی ترتیب ندهد و روزخوان مفتخوری را برای نوحه‌خوانی در عزای حسین به خانه خود دعوت نکند. و می‌دانیم خانواده هایی که دارای توان مالی بیشتری باشند یا در مساجد و تکیه ها و یا در منازل خود روزخوانی های همگانی برپا می کنند. عید نوروز باستانی که پیوسته از بزرگترین بهروزهای ایرانیان باستان بوده است، اگر با ماه محرم همزمان شود، معمولاً هم میهنان ما از برگزاری مراسم خجسته نوروز به خاطر عزاداری حسین خودداری می کنند. بدین ترتیب معلوم می شود در حالی که با پول می توان بدن دیگری را به بردگی گرفت، ولی با معتقدات مذهبی می توان نه تنها بدن بلکه عقل و روان ملتی را نیز به گونه ساده و آسان به زنجیر کشید. نویسنده این کتاب تردید ندارد آن گروه از مردان ارجور کشور ما که هر سال در روز 10 عاشورا به خاطر کشته شدن حسین بن علی به دست رقبای قدرت طلبش غم بر سر میزنند و سینه چاک میکنند
و همچنین آن دسته از بانوان والا ارج ایرانی که پای نوحه های آخوندها و روزخوانها می نشینند و در عزای حسین ابن علی به سر و سینه خود می کوبند تا کنون زیر افسون آخوندها و روزخوانها از واقعیاتی که در این کتاب شرح داده شده بیخبر و ناآگاه بودند، ولی پس از انتشار حقایق مستندی که شرح آن در این کتاب آمد، باید دید جهت روانی هممیهنان عزیز ما در پشت سر گذاشتن عقاید خرافی و افسونهای حیله‌گران فروشندگان کالاهای دروغین مذهبی و نیز روبرو شدن با راستی‌ها چگونه فراگشت پیدا می‌کند. عدل شیعه‌گری در رفتار با اسیران جنگی. شیخ بهاءالدین عاملی در کتاب جامع عباسی تنها مجموعه معتبر فقه شیعه‌گری در رفتار با اسیران جنگی می‌نویسد: افراد غیر بالغ و زنانی که در جنگ‌ها اسیر می‌شوند به محض اسارت به ملکیت افرادی در می‌آیند که آنها را اسیر کردند و کشتن آنها جایز نیست. ولی هنگامی که مردان بالغ در جنگ‌ها اسیر می‌شوند، امام اختیار دارد دستور کشتن آنها را صادر کند. در این صورت دست و پای افراد مذکور باید بریده شود و سپس آنها را آنقدر در حالت خونریزی دست و پا نگه دارند تا بمیرند. بازنمود نویسنده: بدیهی است آخوند و روزخوانی که تمام هنر و نبوغش در این است که داستانهایی از خود جلب کرده و با نوحه خوانی آن داستانها از روی منبرها مردم را به مویه و گریه و زاری و به سر و سینه زدن بنشاند، به طور طبیعی مشاهده زجر و شکنجه مردم در موقع جان دادن و تماشای خونریزی بدن آنها نیز باید او را به اوج درجه رضایت روانی برساند. عیسی مسیح دعا می کند خداوند سرگین‌های آهوهای بیابان را باقی بگذارد تا علی ابن ابی طالب آنها را ببوید و این کار سبب تسلی او از کشته شدن فرزندش حسین شود. علامه ملا محمد باقر مجلسی، بزرگ فقیه شیعه‌گری، مطلبی در صفحه 977 جلد 13 بهارالانوار نوشته است که نویسنده این کتاب بدون کوچکترین تغییری در ساختمان جمله و یا واژه‌هایی که در آن به کار رفته آن را نقل می‌کند و بنابراین از ذکر واژه‌های غیر ادبی که به وسیله نویسنده مربوط در آن به کار رفته پوزش می‌خواهد. عیسی ابن مریم از زمین کربلا گذشت و دید که چند آهو در آنجا گرد آمده اند. آهوها آمدند به نزد عیسی ابن مریم و شروع به گریستن کردند. عیسی هم نشست و با آنها گریست. حواریون هم نشستند و گریه را سر دادند، در حالی که نمی‌دانستند عیسی چرا نشست و برای چه گریه می‌کند. بعدم پرسیدند: یا روح الله چرا گریه می‌کنید؟ فرمود: آیا می دانید این چه زمینی است؟ گفتند: نه. فرمود: این سرزمینی است که نور دیده احمد مرسل و جگرگوشه فاطمه زهرا بتول اطهر که شبیه مادر من است در آن کشته می شود و همینجا مدفون می گردد. خاک این بیابان از مشک خوشبوتر است، زیرا تربت آن در تابناک شهید است و تربت انبیا و اولاد انبیا نیز چنین است. این آهوها با من حرف زدند و گفتند که ما به شوق تربت آن نازدانه با برکت در این بیابان میچریم و یقین دارند که در این زمین تأمین جانی دارند. سپس عیسی دست به پشگل‌های آهوان زد و آنها را بویید و فرمود: پروردگارا، اینها را آنقدر باقی بگذار تا آنکه پدر این شهید مظلوم بیاید و آنها را ببوید و باعث صبر و تسلی خاطرش گردد. گفتند که آن پشگل‌ها ماند تا زمان امیرالمؤمنین که از کربلا گذشت و آن را بویید و گریست و همراهان را نیز به گریه انداخت و داستان آن را به اصحاب خود اطلاع داد. بازنمود نویسنده: آنچه که در مطلب بالا خواندیم ترشحات مغزی یک فقیه نابغه است که میگویند بنیانگذار فقه شیعه‌گری است. آیا انسان میتواند باور کند سطح مغز و اندیشه‌گری یک فقیه عالی قدر که لقب علامه به او داده‌اند آنقدر فرونهاد باشد که چنین مطلب چرند، یاوه، نامربوط و رکیکی را در نوشتار خود بیاورد و سرگین حیوان را در ردیف خدا، پیامبر و امامهای مقدسش قرار دهد؟
آیا این فقیه عالی قدر نمی توانست شکوفه های اندیشگری های طلایی‌اش را در افسانه سازی های خود در یک زمینه ادبی متین و اخلاقی به خورد خوانندگانش دهد؟ اگر از ملاحظات مربوط به اخلاق انسانی صرف نظر کنیم، آیا اخلاق مذهبی اجازه می دهد که یک علامه و فقیه بزرگ ارج سرگین حیوان را به پیامبر خدا و امامهای مقدس خود نسبت دهد و بگوید عیسی مسیح نخست سرگینهای آهو را بویید و سپس به درگاه باری تعالی دعا کرد آنقدر آنها را باقی بگذارد تا آنکه بزرگ رهبر مقدس شیعه گری علی ابن ابی طالب آن سرگینها را ببوید و در نتیجه بو کردن آنها از رنج کشته شدن فرزندش حسین در صحرای کربلا تسلی یابد؟ این اراجیف بی سر و ته نشان می دهد که ملایان و آخوندها نه تنها برای مردم بلکه برای مقدسات خودشان نیز احترامی قائل نیستند. تازی‌ها گفته ای دارند که می گوید از کوزه همان برون تراود که در اوست و به راستی این گفته چه گواه راستینی در چگونگی ذهن و اندیشگری های بزرگ مذهبیون شیعه‌گری به شمار می رود. طب الرضا و یا توصیه های پزشکی امام رضا. در ادبیات شیعه‌گری طب الرضا و یا عقاید و توصیه های پزشکی امام رضا شهرت فراوان دارد. ما در این گفتار تنها چند نکته از توصیه های پزشکی امام رضا را از کتاب طب الرضا نوشته ابوالقاسم سحاب دستچین کرده و به شرح آنها می پردازیم. پیش از ورود به این بحث شایسته است یادآوری کنیم که بر پایه عقاید فقها و علما که در گفتارهای پیشین شرح دادیم حرف پیامبر و امام چون دارای مبانی الهی است باید بر پدیده‌های علمی برتری داده شود. آداب نزدیکی با زنان. از نزدیکی با زنان حایض باید دوری کرد، زیرا سبب ایجاد بیماری جذام خواهد شد و بچه‌ای نیز که در نتیجه این نزدیکی تولید شود به بیماری خور مبتلا خواهد شد. دلیل این امر آن است که در هنگام نزدیکی با زن حایض رطوبت‌های فاسد با منی آمیزش پیدا خواهد کرد و سبب ایجاد بیماری خور خواهد شد. سبب ایجاد این بیماری آن است که رطوبت‌هایی که در هنگام عمل نزدیکی ایجاد می شود به تدریج سخت و سنگی می شود و به سنگ مثانه تبدیل می گردد. هرگاه کسی با زنی نزدیکی کند و بدون غسل برای بار دوم این کار را تکرار نماید، مولودی که در نتیجه عمل مذکور به وجود می آید دچار جنون و دیوانگی می گردد. سبب ایجاد جنون بر اثر نزدیکی تکراری بدون غسل آن است که در نتیجه جماع رطوبت‌های فاسد زیر پوست جمع می شود و در نطفه اثر می گذارد و طفل را مستعد جنون می کند. همچنین اگر کسی در خواب محتلم شود و پس از بیداری و پیش از غسل با زنی نزدیکی کند ممکن است دچار جنون گردد. نویسنده می‌افزاید که حضرت رسول محمد ابن عبدالله نیز همین دستور را صادر فرمودند. بازنمود نویسنده. به عقیده نویسنده این کتاب بهتر بود به توصیه‌های پزشکی حضرت دکتر امام رضا عنوان طب المقدس داده میشد و نه طب الرضا. به هر جهت درباره توصیه‌های حضرت دکتر امام رضا درباره آداب نزدیکی با زنان دست کم باید به یک نکته توجه داشت و آن تضاد توصیه ایشان با مسئله 435 توضیح المسائل روح الله خمینی است. زیرا در حالی که حضرت دکتر امام رضا نزدیکی با زن حائض را حتی از راه عادی را منع می کند، روح الله خمینی آشکارا در مسئله 435 توضیح المسائل خود نزدیکی با زن حائض را از راه غیر عادی یعنی دوبار نیز مجاز و بدون کفاره برمی شمارد. حالا یا باید به توصیه پزشکی حضرت دکتر امام رضا گوش داد و از نزدیکی با زن حائض دوری جست و یا به گفته نایب امام زمان روح الله خمینی عمل کرد و به دوبار زن حائض نیز رحم نکرد. موضوعی است که ذهن این نویسنده ناتوان را در سرگشتگی حیران کرده است.
امید است خوانندگان ارجمند موفق شوند خود را از این سرگشتگی فقهی نجات داده و به روشی راهنمون شوند که سرانجام آن جنون نباشد. طول دادن عمل نزدیکی سبب سنگ مثانه می شود. هیچگاه عمل نزدیکی با زن را طول ندهید و منی را در هنگام عمل نزدیکی با زن حبس نکنید، زیرا این کار سبب خواهد شد که قسمت کثیف منی باقی بماند و ایجاد حبس بول و سنگ مثانه نماید. روش‌های ایمنی از بواسیر، جلوگیری از فراموشی و ازدیاد عقل. اگر می‌خواهید از درد بواسیر در امان بمانید، هر شب خرمایی که به شیر گاو پرورده شده باشد بخورید و بیضه هایتان را با روغن زنبق چرب کنید. هرگاه میل دارید دچار فراموشی نشوید و حافظه شما توانا گردد، باید هر روز زنجبیل پرورده شده با خردل با غذای خود بخورید. اگر میل دارید عقل شما زیاد شود، باید 3 دانه حلیله با قندی که به زبان فارسی به آن قند مکرر میگویند مغلوط و هر روز میل کنید. بازنمود نویسنده: از خوانندگان ارجمند تقاضا دارد در نظر داشته باشند که آمیزش موضوعهای بواسیر و فراموشی و عقل با یکدیگر کار نویسنده کتاب طب الرضا بوده و این نویسنده بدون تغییر و به همان گونه آن را اقتباس کرده است. برای ایمنی از چشم درد روزهای پنجشنبه ناخن بگیرید و برای ازدیاد روزی هنگام طلوع آفتاب دعا بخوانید. اگر ناخن‌های خود را تنها روزهای پنجشنبه بگیرید، ناخن‌هایتان هیچگاه زرد و فاسد نخواهد شد و از ترکیدن نیز محفوظ خواهد ماند. اگر این کار را مداومت دهید، هرگز به چشم درد مبتلا نخواهید شد و اگر یکی از ناخن‌ها را برای روز جمعه بگذارید، پریشانی شما برطرف شود. راه دیگر آن است که تمام ناخن‌هایتان را روز پنجشنبه بگیرید و در روز جمعه نوک آنها را قدری بسایید تا ریزه‌هایی از آن بریزد و بدین ترتیب در گرفتن ناخن‌هایتان جمع پنجشنبه و جمعه کرده باشید. هرگاه می‌خواهید روزی شما زیاد شود، در هنگام طلوع آفتاب دعا بخوانید. شخصی به نام سید کاظم وفایی همدانی در کتابی زیر عنوان دره بیضا در پیرامون سخنان امام رضا علیه السلام نوشته است: حضرت امام رضا از قول حضرت امام محمد باقر روایت فرموده است که رسول خدا 10 نفر را در موضوع شراب لعن کرده است. این 10 نفر عبارتند از: 1. کسی که درخت انگور را به منظور ساختن شراب پرورش داده است. 2. آنکه شراب را نگهداری می کند. 3. کسی که انگور را برای شراب شدن می فشارد. 4. شخص شراب خور. 5. ساقی شراب. 6. کسی که کوزه و یا بطری شراب را حمل می کند. 7. افرادی که بار شراب را حمل می کنند. 8. فروشندگان شراب. 9. خریداران شراب. 10. آنهایی که از فروش شراب، غذا و میوه و غیره برای خود خریداری کنند. بازنمود نویسنده: به نظر می رسد که اصل تقیه در شیعه‌گری بین چگونگی ذهنی پیامبر و امامها از یک سو و پیروان مذهب شیعه‌گری از دیگر سو شکاف بزرگی ایجاد کرده و تفاهم بین پیامبر و امامهای شیعه‌گری و پیروان آنها را از بین برده باشد. زیرا در حالی که حضرت دکتر امام رضا از قول اجداد بزرگوارشان امام محمد باقر و حضرت محمد ابن عبدالله لعنت‌های 10گانه مذکور را نثار شرابسازان، شراب فروشان و شرابخواران کرده اند، توجه نداشتند که آیه‌های 5، 11، 17 و 19 سوره دهر حاکی است که نکوکاران در بهشت شرابی که دارای ترکیب کافور است خواهند آشامید. ما وارد این چیستان ظریف فلسفی نخواهیم شد که چگونه است که الله تبعیضگار نوشیدن شراب برای انسان زمینی را منع می کند، ولی همان شراب را به همان انسان در بهشت پاداش نکوکاری هایش می دهد و بدین وسیله روحش را آلوده و چه بسا سبب بدمستی او در بهشت می شود. ولی آنچه مسلم است، چون در گفتار الله و پیامبر و امام تضاد معنی و مفهومی ندارد، از این رو
شایسته است بگوییم جد بزرگوار حضرت دکتر امام رضا درباره صدور حکم شراب در یکی از دو مورد تقیه فرمودند. بدین شرح که یا در هنگام نزول آیه‌ای که شرابخواری را برای انسان‌های بهشتی مجاز می‌کند دست به تقیه زده و یا در زمانی که لعنت‌های دهگانه را نثار شرابسازان، شراب فروش و شرابخوار کرده تقیه فرمودند. به راستی بیچاره آن الله بدون دفاعی که آلت دست دین مردان این دنیا شده و آنها با قول و گفتار آن الله بدون زبان سفید را به جای سیاه و سیاه را به جای سفید به خورد پیروان خرد باخته خود می‌دهند. آداب نزدیکی جنسی در فقه شیعه‌گری. دین اسلام دین شرمگاه است. صادق هدایت، توپ مروارید. مهمترین و معتبرترین کتاب فقه شیعه‌گری که اکنون در ایران رایج است، کتابی زیر عنوان جامع عباسی که به وسیله شیخ بهاءالدین عاملی نوشته شده و در بالای روی جلد کتاب تاکید شده که کتاب مذکور با نظریه مبارک مرجع تقلید شیعیان جهان، آیت الله سید شهاب الدین نجفی مرعشی نوشته و چاپ شده است. ما تنها چند مورد از مسائلی را که در کتاب مذکور درباره امور جنسی شرح داده شده دستچین و به منظور شناختگری اندیشه‌های فقهی علما و فقهای شیعه‌گری به آگاهی خوانندگان والارج این کتاب می‌رسانیم. در صفحه 264 کتاب بالا موازینی درباره اباحه و تحلیل در امور جنسی ذکر شده است. باید توجه داشت که اباحه مفهوم مباح و یا جایز بودن و تحلیل معنی حلال بودن را می‌دهد. در این صفحه درباره اباحه و تحلیل در امور جنسی نوشته شده است: مالک کنیز حق دارد دخول کردن کنیز خود را به وسیله دیگری حلال کند و این کار از خواص فرقه ناجیه اثناعشریه است. بازنمود نویسنده. درباره حکم فقهی مذکور به چند نکته باید توجه کرد. نخست اینکه در فقه شیعه‌گری یک فرد کنیز حتی بر امیال و احساسات و خواستهای انسانی و بشری خود نیز مالکیت ندارد و اربابش باید در نقش دلال محبت برای او تصمیم بگیرد که آیا او باید از مردی خوشش بیاید یا نه. همچنین ارباب کنیز باید تصمیم بگیرد که آیا او حق نزدیکی کردن با مردی را دارد یا نه. دوم اینکه اگر ارباب یک کنیز تصمیم بگیرد که کنیزش باید با دیگری نزدیکی کند، کنیز را به جز پذیرش فرمان ارباب راه و چاره ای نیست. سوم اینکه مفهوم این جمله که این کار از خواص فرقه ناجیه اثناعشریه است میرساند که تا چه اندازه فقها و علمای شیعه‌گری از صدور حکم فقهی مذکور احساس افتخار می‌کنند و حتی این حکم را تنها از مختصات ویژه فرقه ناجیه و یا نجات یافته اثناعشریه می‌دانند. چهارم این که به عقیده نویسنده این کتاب حکم فقهی مذکور زیاد گویا نیست و فقها و مجتهدین والا مقام شیعه‌گری با تمام نبوغی که در صدور احکام فقهی و شرعی دارند حکم مذکور را به درجه کمال نرسانیدند. دلیل این امر آن است که در حکم مذکور پیش بینی نکردند که ارباب کنیز در برابر اینکه کنیزش را برای همخوابگی در اختیار مرد دیگری قرار می‌دهد آیا حق دارد درخواست پاداش مالی نیز بکند یا نه. اگر پاسخ این پرسش منفی باشد معلوم نیست چرا و به چه انگیزه‌ای مؤمن شیعه باید کنیزش را با مرد بیگانه‌ای برای عمل همخوابگی به رخت خواب بفرستد. و اگر پاسخ پرسش مذکور مثبت باشد در این صورت فقهای شیعه باید بدانند که این کار در برخی از کشورهایی که دارای حکومت اسلامی نیستند اشکال جنایی و جزایی پیدا خواهد کرد. حکم فقهی بالا بدین شرح ادامه می‌یابد. پس اگر بوسه دادن یا خدمت گرفتن کنیز را یا دست مالیدن به بدن او را حلال کند، دخول کردن به او جایز نیست. اما اگر دخول کردن را حلال کند، بوسه دادن و دست مالیدن به بدن او جایز و حلال است. بازنمود نویسنده.
هنگامی که نویسنده ساده دل این کتاب به اندیشه‌گری درباره احکام مقدس مذکور سرگرم بود، به اندیشه افتاد که شاید در بین خانواده‌های بالایی که دارای کنیز هستند و رسوم و آداب ارباب و کنیز بین آنها جاری است، بر پایه احکام فقهی مذکور آداب و رسومی وجود دارد که میزبان از مهمان خود با بدن کنیزش پذیرایی می‌کند. و شاید هم مهمان این حق را دارد که از میزبان خود در کنار پذیرایی‌های مرسوم در مهمانی‌ها تقاضای برخی پذیرایی‌های جنسی نیز بکند. به راستی در این دنیای پهناور چه آداب و رسوم و فرهنگ‌های شگفت‌انگیزی وجود دارد که ما افراد عامی و عادی را از آنها آگاهی نیست. باز در همان صفحه می‌خوانیم: همچنین مکروه است دخول کردن بر کنیز هرگاه طفلی آنجا باشد که نگاه کند. بازنمود نویسنده: همان گونه که آگاهی داریم، تازیها و آخوندها عقیده دارند فرهنگ غرب چون برای روابط جنسی افراد بشر نسبت به فرهنگ اسلام آزادی‌های قائل شده، از این رو از نظر اخلاقی سست و بی‌ارزش، ولی فرهنگ اسلامی از نظر محدودیت‌هایی که برای امور جنسی افراد بشر قائل شده، از نظر ارزش‌های انسانی و اخلاقی نیرومندتر و بالاتر است. حال باید دانست که در فرهنگ غرب رابطه جنسی بین زن و مرد تا آنجا فردی و این دیوید والستیک فرض شده که اگر کسی به نحوی ناظر یا شاهد روابط جنسی دیگران باشد، او را به یکی از انحرافات جنسی وویرزم، اینسپکشن، اسکوتوفیلیا یا میکسکوپیا متهم کرده و معتقدند چنین شخصی باید زیر درمان روانی قرار بگیرد. ولی جالب آنجاست که فقها و علمای شیعه‌گری با تمام افتخاراتی که از نظر محدودیت‌های امور جنسی در این مذهب برای خود قائلند، با قید اصل یاد شده در بالا مشاهده جنسی دیگران را تنها مکروه شمرده‌اند. و می‌دانیم مکروه عملی است که انجام آن ناپسند است، ولی در ضمن غیر مجاز نیست. نکته دیگر این است که آیا این حکم مسخره جنبه درون فراگیری دارد و یا برون فراگیری؟ به عبارت دیگر، آیا منظور فقها از حکم مذکور آن است که حضور طفل در هنگام عمل جنسی 2 نفر مرد و زن جنبه درون فراگیری داشته و اگر گروه‌های سنی بالاتر از طفل در هنگام عمل جنسی زن و مرد حضور داشته باشند، اشکال شرعی به وجود نمی‌آورد و یا اینکه هدف آنها این بوده که حضور طفل در هنگام عمل جنسی 2 نفر مرد و زن جنبه برون فراگیری داشته و منظور این است که چون حضور طفل در هنگام عمل جنسی زن و مرد اشکال شرعی دارد، بنابراین حضور گروه‌های سنی بالاتر از طفل نیز درون این منع شرعی قرار خواهند گرفت. به نظر می رسد که هدف فقها از صدور این حکم مورد دوم یعنی برون فراگیری بوده و خواستند بگویند چون حضور طفل در هنگام عمل جنسی مرد و زن اشکال دارد، بنابراین حضور گروه‌های سنی بالاتر از طفل نیز درون این منع شرعی قرار گرفته خواهند شد و از نظر شرعی و فقهی مجاز نیست اعمال جنسی دیگران را مشاهده کنند. ولی اگر هدف فقها از ذکر عبارت حضور طفل جنبه درون فراگیری داشته و به عبارت دیگر حکم مذکور تنها اطفال را فرا بگیرد نه گروه‌های سنی بالاتر از آنها را، آن وقت باید به کورمغزی آنها خندید. اما اگر هدفشان از ذکر حضور طفل برون فراگیری بوده و خواستند بگویند چون این کار برای اطفال اشکال شرعی دارد، برای گروه‌های سنی بالاتر نیز غیر مجاز است، ولی قادر نبودند هدف خود را در کلمات و جملاتی که در صدور حکم به کار برده‌اند پیاده کنند و یا در اصل عقل فقهی آنها این نکته را درک نکرده، آن وقت باید بیهنری و بیهودگی وجودی آنها را به چگونگی احکامشان نیز تسری داد. به هر جهت چه مورد اول درست باشد و چه مورد دوم، واقعیت مسلمانه است که به راستی انسان تا چه اندازه باید خار اندیشه، کوتاه‌ذهن و فرومایه باشد که به جز موارد روان درمانی این امور و مسائل مسخره را به بحث و حکم و آن هم به بحث فقهی بیاویزد. در صفحه 266 همان کتاب آمده است: در هنگام دخول و پس از دخول باید گفت بسم الله الرحمن الرحیم.
در صفحه 267 کتاب مذکور نیز دو حکم بسیار جالب وجود دارد به شرح زیر. در حال جماع نگاه کردن به فرج زن حرام است، زیرا اگر فرزندی به وجود آید کور زایش خواهد یافت. در حال جماع طرفین عمل نباید سخن بگویند، زیرا اگر در این هنگام با یکدیگر سخن بگویند و مولودی به وجود آید گنگ خواهد بود. چقدر جای شوربختی است که علما و فقهای شیعه‌گری تا این اندازه در دانایی و به ویژه در علم لدنی چیره دست هستند، ولی پیروان ادیان و مذاهب غیر شیعه برای پیشگیری از نقایص نابینایی و ناشنوایی از دانش معجزه‌آفرین آنها بهره نمی‌گیرند. بر پایه احکام کتاب بالا اعمال جنسی زیر مکروه است. 1. عمل جنسی با زن پس از احتلام و پیش از وضو گرفتن یا غسل کردن. هرگاه کسی مرتکب چنین عملی شود و فرزندی از او به وجود آید، فرزندش دیوانه خواهد شد. 2. دخول کردن بر زن در شب اول هر ماه داخل پرانتز به غیر از ماه رمضان، در اول ساعت شب 10 هر ماه، در نیمه هر ماه داخل پرانتز به ویژه نیمه ماه شعبان و در آخر هر ماه. اگر نطفه فرزندی در اول ماه یا در میان ماه و یا در آخر ماه بسته شود سقط خواهد شد و اگر سقط نشود مولد دیوانه خواهد شد. 3. اگر عمل دخول را طفلی ببیند و در نتیجه دخول فرزندی به وجود آید، هرگاه دختر باشد فاحشه و اگر پسر باشد زنباره خواهد شد. 4. عمل دخول در شبی که روز آن مردی از سفر آمده و یا دخول کردن در شبی که روز آن مرد به سفر می رود. 5. اگر مردی بدون اجازه زن منیش را در خارج از فرج او بریزد، واجب است 10 مثقال طلا به او بدهد. بازی با تخت نرد و آلات شبیه به آن همانند تغذیه از آلت تناسلی حرام است. حاج شیخ عباس قمی از اعظام محدثین فقه شیعه‌گری در جلد 2 کتاب سفینة البحار و مدینة الحکم الآثار که کتاب برای نویسندگی آن عنوان المحدث المتبحر الجامع المحقق به کار میبرد، در صفحه 583 می نویسد درباره نرد و شطرنج از امام جعفر صادق پرسش شد. امام پاسخ داد دست خود را به آنها آلوده نسازید. از محمد ابن عبدالله نیز روایت شده است هر کس تخت نرد بازی کند در برابر خدا عصیان کرده است. کسی که از روی تفریح تخت نرد بازی کند همانند کسی است که گوشت خوب بخورد و آن کس که بدون قمار به بازی تخت نرد دست بزند مانند کسی است که دست خود را در گوشت و خون خوک فرو برد. هر کسی که با آلاتی مانند تخت نرد بازی کند مانند آن است که از آلت تناسلی یک زن حرام تغذیه کرده باشد. بازنمود نویسنده. بدیهی است که فضل و دانش و درک و شعور فقها و علمای شیعه‌گری و به ویژه امامها و پیامبران بالاتر از درک و فهم افراد عادی مردم قرار دارد و به همین مناسبت آنها مسائلی را مطرح و درک و فهم می کنند که افراد عادی نسبت به آنها رسایی ذهنی ندارند. با این وجود چه بسا افراد عادی مردم گاهی اوقات حق داشته باشند درباره نوشته‌های فرجاد مایه فقها، علما، امامها و پیامبران پرسش‌هایی را مطرح نمایند. اگر این فرض درست باشد، ذهن این نویسنده به این پرسش گیر کرده است که العیاذ بالله آیا تغذیه از آلت تناسلی یک زن حلال، شرعی و مجاز است؟ که به روایت این فقیه عالی قدر تغذیه از آلت تناسلی زن حرام، گناه و همانند بازی با تخت نرد و آلات شبیه به آن است. فقها و علمای فاضل اسلامی ممکن است به پرسش مذکور پاسخ دهند که هر دو بد است. این عمل هم با حلال و هم با حرام هر دو نامشروع است. منتها گناه و عمل مذکور با حرام بیشتر از با حلال است.
در اینجا این اندیشه به وجود می آید که آیا در چنته پرثروت علمی فقها و علما اصطلاحات و واژه‌های ادبی و اخلاقی دیگری وجود ندارد که آنها باید ذهن خود را روی پایین تنه افراد متمرکز کرده و در صدور احکام، اجتهادات، امثال و تشبیهات خود باید معمولاً به اعضای پایین تنه مردم اشاره فرمایند. تماشاگر بازی شطرنج همانند کسی است که به آلت تناسلی مادر خود نگاه کند. حاج شیخ عباس قمی همچنین در شاهکار فقهی خود کتاب سفینة البحار در صفحه 668 می نویسد درباره شطرنج از امام جعفر صادق پرسش شد. امام پاسخ داد: خرید و فروش شطرنج حرام و در اختیار داشتن و استفاده از پولی که از فروش شطرنج به دست آید کفر است. همان نویسنده در جستار شطرنج می نویسد شیخ ابوالفتوح رازی از علی بن ابی طالب روایت می کند که او گفته است هر کس به بازی شطرنج بپردازد در واقع مانند همان مجسمه هایی خواهد بود که مهره های شطرنج را تشکیل می دهند. از قول محمد ابن عبدالله نیز روایت شده است که گفته است لعنت باد بر آن کسی که شطرنج بازی کند. کسی که بازی شطرنج را تماشا کند همانند شخصی است که گوشت خوک بخورد و به آلت تناسلی مادر خود نگاه کند. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام بستر خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمامی فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avayabooth.com